القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني، وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني، وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات، وسنروي القلب بها رايا وننال الفوز بجنات. ابتداءً ربط سوره را عرض کنم. یک ربط اسمی بود که اول گفتیمش خدمت شما که ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا نعبد البقرة كما فعل اليهود ولا آل عمران ولا نعبد ولا نستعين آل عمران كما فعل النصارى ونؤدي حقوق النساء. یکی از عادات مشرکین مکه این بود که درباره حقوق زنها کوتاهی داشتند. نه تنها مشرکین بلکه یهود، نصارا، بیشتر یهود و مشرکین. پس در این سوره که سوره نساء هست، بیشتر حقوقی که متعلق به زنان هست و به همه هست در این سوره بیان شده. اما ربط معنوی این سوره اون اینه که ما در سوره مبارکه آل عمران بیشتر 4 مضمون خواندیم: توحید، رسالت، جهاد، انفاق. و همچنین شبهات و اشکالاتی که درباره هم توحید بود هم رسالت بود پاسخ داده شد. ترغیب و تشویق بود به سوی جهاد و به سوی انفاق. حال بعد از جهاد و انفاق نوبت نظم و انتظام است، نظم بخشیدن به جامعه. پس در سوره نساء تقریبا از اول سوره تا آخر سوره به منظور نظم و انتظام الله عزوجل امور انتظامیه را بیان می فرماید. مسائل اجتماعی، مسائل انفرادی که این مسائل مربوط به شخص هست، مربوط به تدبیر المنزل، امور خانه و خانواده هست، مربوط به السیاست المدنیه، شهر و شهروندی هست. همه این امور در این سوره چی میشند؟ بیان میشند. این سوره را با توجه به اینکه امور متعددی از این امور انتظامیه بیان میشند به 2 بخش تقسیم کردند اساتید و بزرگان ما. بخش اول از یا ایها الناس، از اینجا که الان آغاز میکنید تا و ندخلهم ظلا ظلیلا، تا اونجا این بخش ادامه دارد. و بعد از اون بخش دوم از ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات، بعد از این آیه تا پایان سوره. در هر 2 بخش امور و احکام انتظامیه هستند، اما در بخش اول امور انتظامیه و احکامی که مربوط به رعیتند. مربوط به چی هستند؟ رعیت هستند. این امور 14 تا هستند. احکامی که مربوط به رعیت هستند چند تا هستند؟ 14 تا در این سوره بیان میشه تا همون ندخلهم ظلا ظلیلا. از اونجا به بعد احکامی که مربوط به حاکمند، مربوط به سلطانند، که اونها را ما اینجا تعبیر میکنیم به احکام سلطانیه، تا پایان سوره
اون امور بیان میشه. احکام سلطانی 9 تا تو این سوره بیان میشه، 14 تا از احکام رعیت و 9 تا از احکام سلطانیه. و بعد از هر گروهی، مثلا بعد از این 14 تا احکام یک بار توحید بیان میشه، بعد از اون 9 تا احکام هم یک بار توحید بیان میشه. اینجا اجمالا، اونجا تفصیلا. بار اول اجمال، بار دوم تفصیل. که این بیانگر این است که همه این احکام، همه این امور، همه این نظم و انتظام برای چی هست؟ برای اینه که شما منظم بشید، برید به طرف توحید، یکتاپرستی. پس اصل، مرجع، محور، مرکز موضوعی چی هست؟ توحید هست، یکتاپرستی هست. پس این خلاصه این سوره مبارکه شد که الان ما سوره را آغاز میکنیم. اما سوره را الله عزوجل آغاز میفرماید با تخویف اخروی، با موضوع تقوا. این سوره هم سوره مدنیه هست، چون در مدینه منوره ما در مقدمه عرض کردیم بیشتر احکام، اموری که مربوط به خانه هستند، خانواده هستند، شخص هستند، حقوق زن، حقوق فرزند، حق یتیم و غیره بیان میشه. خب با تقوا، چون تقوا نسخه تمام امور هست. اگر تقوا باشد عمل میشه، عمل که بشه مشکل حل میشه. لذا الله می فرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم بترسید از ربتان، الذی خلقکم، مقتضی اول تقوا، آن ربی که شما را پیدا کرد، من نفس واحده، از یک نفس. من نفس واحده یعنی آدم علیه السلام. آدم را همه شما از آدم و آدم از خاک. و خلق منها زوجها، و آفرید از آن نفس همسرش را. آنطوری که در حدیث آمده از پهلو و دنده چپ آدم علیه السلام حوا آفریده شد. و بث منهما رجالا کثیرا و نساء، پس زوجین درست شدند، آدم و حوا، و منتشر کرد از آن دو، یعنی از هر دو زوجین آدم و حوا، رجالا کثیرا و نساء، مردان زیادی و زنان زیادی. عالمی درست شد، دنیایی درست شد. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. مقتضی دوم، مقتضی اول الذي خلقكم، بترسید چون شما را پیدا کرد. بار دوم میگه بترسید از الله، چون که الذي تساءلون، اون اللهی که تساءلون به، شما از همدیگه به نام او سوال میکنید. ببینید اگر تساءلون باشد، که قرائت ما تساءلون است، میگویند اصلش تتساءلون است. شما از همدیگه هست چی میخواهید؟ به نام خدا میخواهید. میگه اسألک بالله، به خاطر خدا از تو میخوام. احلف علیک بالله، استشفع الیک بالله، سوگند میدم به خدا، شفاعت و سفارش من بپذیر به خاطر خدا. یعنی هر چی از همدیگه میخواهید با نام خدا میخواهید. تساءلون ای تتساءلون. بعضی گفتند تساءلون به معنی تسألون است، در یک قرائتی همینه. واتقوا الله الذی تسألون به، هر چیز را به نام خدا شما سوال میکنید. تفسیر اول شد. یا اینکه هر چیز را از او میخواهید. ما نان از او میخواهیم، جان از او میخواهیم، صحت و سلامتی از او میخواهیم، مال از او میخواهیم، اولاد از او میخواهیم. پس از او خدایی که تسألون به، او را سوال میکنید. هر چیز از او میخواهید، از او خدا بترسید. والارحام،
ای اتقوا الارحام، این عطف است بر لفظ جلاله. اتقوا الارحام، از قطع رحمی بترسید. اتقوا الارحام ای اتقوا الارحام ان تقطعوها، از این که قطع رحمی بکنید بترسید از این. پس هم حق خدا را ضایع نکنید، هم حق بندگان خدا خویشاوندان را ضایع نکنید. ان الله کان علیکم رقیبا، خداوند بر شما مراقب است، همه اعمال شما را می بیند، مراقبت می کند. ببینید این مقدمه هست. بعد از این احکام امور انتظامیه، در این مقدمه همین بیان شد که باید از خدا ترسید، هم درباره حقوق خدا از خدا ترسید، هم درباره حقوق بندگان خدا از خدا ترسید. این جوهر، این گوهر اگر نصیب انسان بشه دیگه بعد از اون عمل کردن به احکام چی میشه؟ آسان میشه. توجه کنید، خواب هستید بعضیتون، هر که رفیقش را بیدار کنه. لذا فرمود که شما از خدا بترسید درباره حق خدا، درباره حق بندگان خدا. وقتی که تقوا آمد دیگه عمل کردن به این مابقی چی میشه؟ آسان میشه. حکم اول و آتوا الیتاما، حکم اول رعیت. الله می فرماید و آتوا الیتاما اموالهم، به یتیم ها مالشون را بدهید. مالشون را بدهید یعنی چه؟ آیا مطلب اینه که یتیم هنوز یتیم بچه ہے، کوچکه، مال را بگیریم به دستش بدیم؟ خب این شفقت نیست. مالش را که بدیم یک روزه میبره تمام میکنه، ضایع میکنه. منظور از مال دادن، چون بحث مال بعدا میاد که وقتی که بزرگ شد مالش را بدید، اون بعدا میاد. منظور از این آتوا الیتاما اموالهم دادن و تحویل دادن نیست، بلکه برای او گذاشتن است. آتوا الیتام منظور چی هست؟ برای او گذاشتن است. ببینید علامه علوسی چی میگه؟ والمراد بایتاء اموالهم ترکها سالمتا، مراد از دادن مال اینه که مالش را سالم بذارید، برایش بدهید، یعنی پیش خود برایش نگه دارید، غیر متعرض لها بسوء و ببدی، به اون مال تعرض نکن. فهو مجاز مستعمل فی لازم معنا، بس اینجا مجاز است، معنای حقیقی نیست، لازم معنا مراد است. نه اینکه بگیر دو دستی بهش تحویل بده، بلکه بده مالش را، یعنی برایش نگه دار. خب از چند چیز خداوند عزوجل ما را منع میکند درباره مال یتیم. این اصلاح مال یتیم است. اول اینکه مالش را نگه دار، برایش خیانت نکن. دوم ولا تتبدل الخبیث بالطیب، خلط نکنید خبیث را با طیب، ردی را با خوب. یعنی چه؟ ببینید امکان داره که در مال یتیم مال خوبی باشد، مالی که ما داریم مال خوبی نباشد. ما چیکار بکنیم؟ مال خوب اون را برای خودمون برداریم، مال بدمون را برای او بذاریم. این کار درست نیست، جائز نیست. ولا تتبدل الخبیث بالطیب معنیش اینه. مثلا گندم داره، برنج داره، مال او خیلی مرغوبه، خیلی جنس خوبیه، مال ما خوب نیست، این خبیث هست مال ما، مال او چی هست؟ طیب هست. اینا را با هم جابجا نکنیم. این صورت هم حرامه، یعنی مالش را بخورید و به جایش بذارید، هم حرامه.
ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم، و نخورید مالشان را الى بمعنی معه، همراه با مال خودتون. مال او را همراه با مال خودت نخور، یعنی با مالت قاطی میکنی ولی مال او بیشتر، طوری میخوری که متوجه نشی. این هم حرام است. پس سه صورت درباره مال یتیم خدای تعالی فرمود. یکی این که بدون اینکه به او چیزی بدهی مالش را بخوری، هم حرامه. آتوا الیتام اموالهم، اولی همونه، فقط مالش را بگیر و بخور، اینم حرامه. مالش را با مال خودت عوض کن، اینم حرامه. مالش را با مال خودت خلط بکنو، مال او بیشتر باشه بخور، اینم حرامه. انه کان حوبا کبیرا. الله تعالی می فرماید همانا این حوب هست. حوب یعنی حرام، حرام بزرگ یا وبال بزرگ. بعضی گفتن این حرمتش حرمت بسیار بزرگی هست. این حکم اول است که مال یتیم را برای خودش نگه دار. حکم دوم، و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامى، اگر شما می ترسیدید که درباره یتیم ها انصاف نمی کنید. ببینید این صورتش را اول عرض بکنم بعداً ترجمه. این به این صورت هست که گاهی ولی یتیم، سرپرست یتیم کسی هست که محرمش نیست، محرم یتیم نیست، کسی هست که میتواند با یتیم چه بکند؟ با یتیمه ازدواج کند. با دختر یتیم چی بکند؟ ازدواج بکند. میتواند ازدواج بکند. حال دو صورت دارد. اگر برای این یتیمه که مثلا کسی هست سرپرستش که دخترمویش هست، دخترمهش هست، خلاصه میگه که اگر من اینا به شوهری بدم، به کسی دیگه بدم، اون که این را عقد بکنه خب تمام مالم میره با اون، چیزی برای من نمیمانه. پس چی کار میکنه؟ میگه خودم عقدش میکنم. اما خودش علاقه ای نداره. میدونید که زن گرفتن با علاقه مندی میشه، با دل داشتن، دل بستن. علاقه مندی خاصی نداره. گاهی انسان اینطوری که به یک زنی علاقه داره به یکی نداره. خب الان اگر به خاطر مالش این ازدواج بکنه، ازدواج میکنه، ولی بعداً نمیتونه درباره این عدالت بکنه، چون دل نداره، علاقه نداره، عشق نداره. عشق مال داشته که او را ازدواج کرده، خب ظلم میشه. لذا الله میفرماید اگر تو میدونی که نمیتونی درباره این یتیمه شما عدالت را برقرار بکنیم، علاقه نداری، پس با این عقد نکن. این به شوهری بده که بهش علاقه داشته باشه. شما برو غیر از این هر چی که میخوای یکی بگیر، دو تا بگیر، سه تا بگیر، چهار تا بگیر، ولی اینجا ظلم نکن. این حکم دوم هست، حکم دوم رعیت. و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی، اگر ترسیدید که در یتیم ها انصاف نمی کنید، عدالت برقرار نمی کنید، فلا تنکحوها، جزا مقدره، اون را نکاح نکن. چکار کن؟ فانکحوا ما طاب لكم من النساء، نکاح کنید آنچه که برای شما از زنها میپسندید. طیب یعنی با طیب خاطر، با دلخوشی، با عشق، با علاقه. مثنا، دوتا، و ثلاث، ستا، و رباع، چارتا، یعنی تا چارتا الله عزوجل اجازه داده.
ببین تا 4 تا مباح هست، اجازه هست. اما اجازه در چه صورتی هست؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر ترسیدید که شما نمیتوانید عدالت بکنید، بین اونها انصاف بکنید، فواحدتا، پس یکی، ای فاختاروا واحدتا، یکی را اختیار کنید، بیشتر از یکی نروید. پس اجازه برای 4 تا در صورتی هست که انسان بر خودش مطمئن بشه که میتونه عدالت کنه، عادل باشه. اگر انسان بر خود اطمینان نداره اجازه نداره. فواحدتا، یکی، یا اصلا اگر یکی گیر نمیاد، او ما ملکت ایمانکم، کنیزه که انسان عقد بکنه فقط یک کنیز باشه، بهتر از این که چند تا زن داشته باشه و در میان این زنها انسان عدالت را رعایت نکند. ذلك ادنا الا تعولوا، الله می فرماید این دستور نزدیکتر است به این که الله تعولوا، شما ظلم نکنید. برای ظلم نکردن این دستور بهتره. حال کدوم دستور؟ تمام این آنچه که در این آیه خواندیم، در این حکم خواندیم را شامل میشه. اصلش ما اینجا اینو خوندیم که اگر کسی اطمینان نداره بر اینکه بر یتیمه و ظلم میکنه، یعنی معتقد است که اگر من یتیمه را عقد بکنم چون بهش دلبستگی ندارم شاید در حق او عدالت نشه، پس او را نکاح نکنه، 2 تا 4 تا دیگه از زنهای دیگه نکاح بکنه. اگر باز هم اطمینان نداره که من عدالت میکنم، باز هم چند تا نگیره، همون یکی بگیره. همه این دستورات ادنا یعنی اقرب، اینها نزدیکتر است به این که الله تعالی شما ظلم نکنید. هدف الله عزوجل اینه که ظلمی از ما صورت نگیرد. این حکم دوم شد. حکم سوم، و آتوا النساء صدقاتهن نحله، شما به زنان بدهید مهریه‌شان را با خوشی، با طیب خاطر. چرا فشار میاد بر تو که مهریه میدی؟ حقش هست، بده با طیب خاطر، با خوشی، با رضایت، دینی هست بر گردن تو. اما اگر زن خودش بخشید، نحله، اولا علامه آلوسی میگه نحله به معنای فریضه هست، معنای لفظیش خوشی هست. نحله اصل عطیه را میگن، بخشش را میگن. اما آلوسی گفته و آتوا النساء صدقاتهن نحله، معنی نحله ای فریضه، چون یک فریضه بگردن تو از به عنوان یک فریضه بده. ای اعطوهن مهورهن حال کونهن فریضه من الله تعالی لهن، روح المعانی. مهرشون را بدهید در حالی که مهرش برای شما چی بود؟ مهرش بر شما فرض، بر شما لازمه، به این عنوان، به عنوان یک فرض بده. اما اگر بخشید، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا، اگر طبنا، طاب یطیبو، یعنی به خوشی بخشیدن، عن شیء، اگر بخشید برای شما از چیزی، منه، از آن مال، از آن مهر، نفسا، این تمیز طبنا هست، یعنی از ته نفس، از ته دل، از ته وجود راضی بود. فکلوه هنیئا مریئا، بخورید آن را خوشگوار، راحت، هنیئا راحت، مریئا خوشگوار. ببینید اینجا یک نکته ای هست
که قابل توجه هست. خیلی ها هستند که زنهایشون را بر زنها شرایطی ایجاد میکنن. اینو میگم چون که گاهی میبینیم برای حل و فصل میآیند، برای حل اختلاف میآیند، موضوع مهر مطرح میشه، شوهر میگه مهر را به من بخشیده، اما چه نوع بخشیدنی؟ شوهر شرایطی فراهم میکند که زن بیچاره مجبور بشه مهرش را ببخشه. میگه اگر ببخشی من زن دیگه نمیگیرم، زن دیگه عقد نمی کنم. خب زن به خاطر اینکه شوهر نره زن نگیره میبخشه، یا میگه که حج میبرمت، تشویقش میکنه، این زن مجبور میشه ببخشه و الا به حج او را نمیبره. یا شرط دیگری چنان عرصه را بر او تنگ میکنه که او ببخشه. این بخشیدن با طیب خاطر نیست. زن باید از دو صورتی که را اختیار بکنه، یا اینکه شوهرش بره زن بگیره یا مهرش را ببخشه. این با طیب خاطر نیست، از ته دل نیست، با خوشی نیست. الله که میگه بخورش راحت خوشگوار، در صورتی که اون با طیب خاطر ببخشه، از بس که از تو خیر دیده، از تو اخلاق دیده، از تو خوبی دیده. لذا میگه که حیفم میاد که از این شوهر مهر بگیرم، به اون شوهر میبخشه. اون مهر را انسان با صحتمند و خوشگوار بخورد، نه اینکه اون مهری که انسان فشار بیاره. اینجا کلمات را توجه بکنید. طبنه از طاب یطیبه هست، یعنی با طیب خاطر. بعدا نفسا تمیزش آمده، یعنی طیب خاطر از نظر وجود، از نظر نفس، از نظر درون، واقعا طیب خاطر داره، هیچ فشاری نیست، هیچ منگنه‌ای بر او نیست. اون وقت شما بخورید فکلوه هنیئا مریئا. خب این حکم سوم بود، درباره مهر بود که هر انسانی وظیفه دارد مهر خودش را پرداخت کند. حکم چهارم، مال یتیم به دست شما هست. یتیم الان به سن بلوغ رسیده، اما از نظر عقلی کمبود داره، سفیه هست، کم داره. الله می فرماید این هنوز نده. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قیاما. ندهید به سفها. سفها سفیه اونی که عقل نداره. ندهید به سفها اموالکم، مالهایتان را، التي جعل الله لكم قیاما، اون مالی که شما را خداوند قیمومیت داده، سرپرستی داده. قیام مال به دست شما است، به وسیله شما اون مال محفوظ میماند. وارزقوهم فیها، رزق بدهید اونها را، فیها یعنی منها، از همین مال، یعنی برایش خرج بکن از مال خودش. وکسوهم، و بپوشانید، یعنی برایش لباس بگیرید از همین مال. خب اون کم داره، اون هر کس میگه که مالت را عمویت داره میخوره، برادرت داره حیف و میل میکنه، همیشه تلقینش بکن، همیشه تو گوشش بخون که وقتی باور نکند حرف دیگران را. وقولوا لهم قولا معروفا، به آنان بگویید سخن معروف، سخن زیبا مطابق شرع. بهش بگو که عمو جان ناراحت نباش، فعلا برایت مصرف میکنم، کمی بزرگتر شدی مالت را بهت میدم. یعنی همیشه دلش را خوش بکن، همیشه امیدش بده تا اینکه مطمئن بشه و فریب دیگران را نخورد. این حکم چهارم است. یعنی وقتی که یتیم بزرگ میشه، سفاهت داره، بلادت داره، حماقت داره، مال را بهش نده. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح.
حکم پنجم از احکام رعیت، الله می فرماید یتیم ها را امتحان کنید، ببین که آیا به سن فهم رسیده. امتحان به چه صورت؟ هر صورتی که شما مناسب میدونید. مثلا بنده عرض میکنم پیشنهادی هست، صورتی هست که یک بخشی از مال، یک دهمش را، یک بیستمش را بهش بدیم، بگو برو با این مال کار بکن، ببینی مال را نگهداری میکنه یا نه، حیف میلش میکنه. یک بخشی از مالش را بهش امتحانا بدید، اگر دیدید که نه موفقه بعدم بقیه مال را بدید، اگر دیدید ناموفقه پس بقیه مال را فعلا بهش ندید. وابتلوا الیتامى، امتحان کنید یتیم ها را حتی اذا بلغوا النکاح، حتی وقتی که به نکاح و سن نکاح رسیدن. فان آنستم منهم رشدا، اگر احساس کردید از اونها رشد پیشرفت، فادفعوا الیهم اموالهم، پس بدهید به آنها مالشان را، ولا تأکلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا، الله می فرماید نخورید مال را اسرافا و بدارا. اسرافا حال هست به معنی اسم فاعل است، حال هست از فاعل لا تأکلو، مسرفین و مبادرین، در حالی که تند بخورید. اسراف یعنی بیش از حد مصرف کنید، مبادرین یعنی تند سری. ان یکبرو از بیم این که بزرگ بشه، یعنی فردا میگه بزرگ میشه، 2 سال دیگه 3 سال دیگه به سنی میرسه که یقه منو میگیره، لذا تا اون زمان زیاد و با سرعت این مال را حیف و میل بکنید، بالا بکشید تا اینکه اون نبینه ندونه چه مالی داشته، این کار را نکنی. ولا تأکلوا اسرافا المسرفین و بدارا مبادرین ان یکبروا، از این که چی بشه؟ بزرگ بشه. و من کان غنیا فلیستعفف، الله می فرماید هر کسی که غنی باشد، هر کسی که، ببینید مال یتیم به دست شماست، شما وضعیتتون چیه؟ اگر وضعیتتون غنی هستید، خودتون الحمدلله دارید، فلیستعفف، باید کاملا چی؟ پرهیز کند، دوری کند، عفت را و دوری را لحاظ کند. و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، هر کسی که فقیر بود طبق دستور شرعی بخورد. یعنی اگر مال یتیم به دستتون بود و شما خودتون ندارید، فقیرید، محتاج نیازمندید، از این مال یتیم طبق دستور شرعی بخورید. طبق دستور شرعی یا معروف چیه؟ چند صورت گفتند. یک صورت اینه که از این مال بردارید و بخورید، به صورت قرض الحسنه بنویسید، ثبت کنید، شاهد بگیرید که شما این مال را مصرف کردید، هر وقتی که خدا بهتون داد برگردانید. اینه. بعضی دیگه گفتم معروف اینه که با مال یتیم تجارت بکند، کاسبی بکند، بعد به اندازه اجرتش، به اندازه مزدش بردارد. مثلا امروز در عرف ما شما به کسی مال میده به عنوان مضاربه برای شما کار بکنه، عموما 1/3 هست، یعنی هرچه سود شد 1/3 سود مال او هست، 2/3 مال شما هست. پس این کسی که سرپرست است مال را بگیرد، باش تجارت بکند، باش کاسبی بکند، یک کاسبی که مطمئن بشه که ورشکست نمی کند. پس بعد از اون هرچی که درآمدش هست، نفعش از سودش هست، 1/3 را برای خود برداره، 2/3 را برای خود یتیم بذاره.
این صورت دوم است. صورت سوم اینه که کسی توان تجارت را هم ندارد، کسی قرض هم نمیتونه بگیره، فردا از کجا بیاره؟ پس به اندازه زحمت خودش اجرت بگیره، مزد بگیره از همین مال یتیم. مثلا گویا که برای این یتیم داره کار میکنه، برای این یتیم داره انبارداری میکنه، مالش را پولش را برده تو حسابش گذاشته، برایش به صورت ماهانه سالانه لباس میخره، مخارج هزینه میکنه، برایش غذا درست میکنه، برایش قند و چای میگیره. همین کاری و همین زحمتی که میکنه به اندازه این زحمتش با دو تا انسان عادل، دو تا انسان با انصاف مشوره بکنه که کسی این کارها رو بکنه، اجرتش مزدش چقدر هست، همون اندازه مزد برای خودش بردارد. بالمعروف این سه صورت را نوشتن. بعضی صورت ها در این عبارت خازن هست، ببینید. والمعروف القرض ای یستقرض. معروف یعنی قرض بگیرد مال یتیم را، اذا احتاج الیه، وقتی که نیازمند شد، فاذا ایسره، وقتی که توانمند شد، قضاه، اون را بپردازد. صورت دوم، وقال قوم المعروف ان یأخذ من ماله بقدر قیامه و اجرت عمله. معروف اینه که از مالش به اندازه قیام و به اندازه اجرت عمل و به اندازه مزدش بگیره. این در صورتی است که نگه داشت مال را، نگهداری میکنه، حفاظت میکنه. در اون صورتی که برایش تجارت میکند هم به اندازه اجرتش بردارد. پس الله میفرماید اگر من کان غنیا، اگر مالداری خودت، فلیستعفف، دوری کن. اما و من کان فقیرا، هر کسی فقیر است، فلیأکل بالمعروف، طبق دستور شرعی بخورد. فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم. الله می فرماید هرگاه دادید به آنان مالشان را، فاشهدوا علیهم، گواه بگیرید بر آنان. و کفا بالله حسیبا، الله کافی است از نظر حساب رس. خب اینجا این حکم چهارم بود. البته چند جز داشت. حکم چهارم تقریبا 8 جز داشت. حکم چهارم درباره مال یتیم و مال سفیه بود. جز اولش لا تؤتوا السفهاء، مالش را بهشون نده. بخش دوم وارزقوهم، از همین مال برای اونها نان، غذای، چیزی آماده کن. جز سوم واکسوهم، لباسش را زمین تهیه بکن. جز چهارم وقولوا لهم قولا معروفا، سخن زیبا بهش بگو. جز پنجم وابتلوا الیتامی، دوباره امتحانش بکن. جز ششم فادفعوا الیهم اموالهم، وقتی احساس کرده رشد داره، درک داره، مال را بهش بده. جز هفتم و من کان غنیا فلیستعفف، و جز هشتم فاشهدوا علیهم، 2 تا گواه بگیرید. خب الان حکم پنجم رعیت. 4 تا حکم تا به حال خواندیم. حکم پنجم درباره میراث است. کسی که میمیرد، در زمان جاهلیت اینطور بود که کسی که میمرد به زنها هیچ حقی نمیدادند. زن بیچاره محروم بود. در جاهلیت ما هم همینه. متاسفانه زنها سهمی از مال پدر ندارند. الله عزوجل در این حکم پنجم که مربوط رعیت هست اینو توضیح میده، بیان میکنه. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، برای مردان سهمی هست از آنچه که پدر و مادر میگذارند، والاقربون، بقیه خویشاوندان مردان هم سهمی دارند. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، و همچنین زنها سهمی دارند از آنچه که پدر و مادر میگذارند و خویشاوندان.
مما قل منه او کثر، این بدل است. سهمشون چیه؟ از آنچه که باشد، چه کم باشد چه زیاد باشد. نصیبا مفروضا، سهم تعیین شده. سهم تعیین شده برای هر یک تعیین شده هست. بعدا در آیه میراث میخوانیم چقدر هست. اینجا در حکم پنجم فقط همینه که قانع میکند و دستور میدهد به همه که مالشون را، سهمشون را بهشون بدهید. و اذا حضر القسمة اولو القربى والیتامى والمساکین. حکم ششم هست از احکام رعیت. الله تعالی می فرماید وقتی که می خواهید مال را تقسیم کنید و در تقسیم خویشاوندان حاضر شدند، خویشاوندان، یتیم ها، مسکین ها، فرزقوهم منه، به آنان چیزی بدهید. و قولوا لهم قولا معروفا، به آنان بگویید سخن نیکو، سخن زیبا، معروف مطابق شرع. ببینید این حکم ششم هست. مطلبش اینه که وقتی میخواید مال را تقسیم بکنید، قبل از قسمت بعضی اینو گفتند، اکثر مفسرین اینو گفتند، قبل از قسمت بقیه خویشاوندان میان، یتیم میاد، فقیر میاد، مسکین میاد، چیکار کن؟ از همین مال بخشی به اونها بده، راضیشون بکن و بعد قولوا لهم قولا معروفا، بگو این مال بقیه ورثه است، نمیتونیم به شما بیشتر بدیم. قولوا لهم قولا معروفا این هست. بعضی میگویند که این آیه و این حکم منسوخ است، چون آیه میراث گفته این مال وارث است، مال فقیر نیست، از جیب خلیفه میبخشی. هر کسی که به یتیم و به مسکین و به فقیر میده از جیب خودش بده، چرا مال ورثه را میده؟ چرا مال یتیم ها را میده؟ اما بعضی میگن حکم استحبابیه، یعنی به خاطر اینکه منسوخ نشه. مطلب اینه که وقتی میخواید تقسیم بکنید دیگه طمعگاران هم هستن، یک بخشی به اونها بده، یه چیزی به اونها بده و اونها را قانع کن که مال ورثه هست، نمیتونیم به شما بیشتر بدیم. این حکم استحبابی است. اما حضرت شیخ رحمه الله توجیه بسیار زیبایی دارد که نیازی نه به نسخ است، نه به این که بگیم حکم استحبابیه یا حکم وجوبی است. حضرت شیخ می فرماید که این حکم هنوز به جای خودش پابرجا است. منظور از اولوالقربا بقیه خویشاوندان نیستند. منظور از اولوالقربا همین خویشاوندانی که از این میت ارث میبرند. منظور از یتاما، مساکین، یتیمهای همین میت، مسکینهای همین میت، اونایی که چیزی ندارند، به اونها کمی بدهید و قول معروف بگویید. یعنی چه؟ ببینید وقتی که میت بمیرد در همون روز اول و در همون ماه اول مال را تقسیم نمی کنند، درسته؟ چیکار میکنن؟ اول بررسی میکنند کسی ازش طلبی ندارد، طلبهایش را میگیرند. میت از کسی طلبی ندارد، طلبی نمیخواهد، طلبها را دریافت میکنند. نگاه میکنند که مالش کجا هست، مالهایش را جمع میکنند، مالهایش را حساب میکنند، لیست برمیدارند. اینا طول میکشه، شاید 2 ماه، شاید 3 ماه، شاید 4 ماه، شاید 1 سال. خب تا این زمانی که طول میکشه، کسی که وصی هست میخواد همه مال را سر و جمع بکند، خب تا این وقت یتیم این میت چی بخورد؟ اون پدر پیرش چی بخورد؟ اون مسکین چه بخورد؟
لذا میفرماید که به همین وارثان خودش، چه اولوالقربا هستند، چه یتیمن، چه مسکینن، از همین مال بهشون بدید، یعنی برایشون خرج کنید. نانش بگیر، روغنش بگیر، قندش بگیر، هزینه هاش بگیر. بعد بهش بگو که قولوا لهم قولا معروفا، یعنی اطمینان بده، سخن زیبا بهش بگو عجله نکنید، انشاءالله بقیه مالها را جمع بکنیم، حسابها را جمع بکنیم، سهم شما را به صورت کامل به شما میدیم. به این معنا هست، به این صورت است. خب هر وقتی که این توجیه را بکنیم دیگه نیازی به نسخ این وجود نداره. الان بر اساس همین بنده ترجمه میکنم. الله میفرماید و اذا حضر القسمت، هر وقتی که حاضر شدن برای تقسیم، اولوالقربا، خویشاوندانی که ارث میبرند، والیتاما، و یتیم هایی که ارث میبرند، والمساکین، و مسکین هایی که ارث میبرند، یعنی کسانی که از همین ورثه هستند و مسکین ندارند، میان میگن سهم ما را بده. فرزقوهم منه، بخورانید اونها را بدهید از همین مال، یعنی به اندازه مصرفشان، به اندازه خرجیشون بدید. و قولوا لهم قولا معروفا، به آنان بگویید سخن زیبا. سخن زیبا بگید که حتما مال را تقسیم میکنید، شما عجله نکنید. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، زجر و توبیخ است. الله تعالی توبیخ بیان میفرماید برای کسانی که مال یتیم را حیف و میل میکنند. الله جمله بسیار ارزشمند و زرینی بیان فرموده اینجا. اون اینه که الله میفرماید کسانی که مال به دستشون هست خودشون را تصور بکنند، خودشون را مرده فکر کنند. فرض کنند خودشون مردند و رفتند، چه انتظاری دارن که با یتیم خودش، با بچه خودش چه رفتاری بشه؟ هر رفتاری که برای یتیم خودش انتظار دارد، همون رفتار را برای یتیم مردم هم انتظار داشته باشد. اگر دوست داری که وقتی مردی مالت را برادرات بالا بکشند، پسرموها بالا بکشند، بقیه خویشاوندان شریکان بالا بکشند، به بچه‌هات هیچی ندن، بچه‌هات سرگردان و حیران گدایی بکنند، اینو اگر دوست داری خب برای بچه برادرت، برای بچه یتیمی که تحت تکفل خودت هست همین کار بکن. اما اگر نه دوست داری که کسی باشد، امینی باشد، صادقی باشد که همه مال تو را جمع بکند، حفاظت بکند و به یتیمت آنطور که حقش هست مصرف کند بهش بدهد، برای خودت، برای مال خودت، برای یتیم خودت این انتظار را داری، پس با یتیم مردم اینگونه عمل کن، اینگونه رفتار کن. توجه بفرمایید. ولیخشى الذین، لیخشى ای لیخشى الله، بترسد، از الله بترسد. کی بترسد؟ الذین لو ترکوا، آنهایی که اگر ترک بکنند، من خلفهم، پشت سرشان، ذریتا ضعافا، بچه های ضعیفی که خافوا علیهم، بر آنان میترسند، بچه های ضعیف و بی سرپرست که میترسند این بچه فردا از گرسنگی طرف نشه. فلیتقوا الله، باید از الله بترسند. ولیقولوا قولا سدیدا، سخن راست بگویند. فلیتقوا الله گفتن از ایذاء فعلی، ولیقولوا قولا سدیدا از ایذاء قولی، یعنی از ایذاء فعلی این که یتیم را صورتی بزنند، تو گوشی بزنند، یتیم را اذیت بکنند، از این هم بترسند، و از این که قول نامناسب بگویند هم بترسند، بلکه قول سدید بگویند. پس اینجا قرطبی روی این آیه نوشته ای افعلوا بالیتاما، با یتیم ها همان برخوردی را بکنید که
ما تحبون ان یفعل باولادکم من بعدکم، همون که دوست دارید با اولاد شما بعد از شما همون برخورد بشه. هر برخوردی که برای بچه های خودت دوست داری برای بچه های مردم همون برخورد را بکن. و در آخر بحث یتیم، این حکم ششم، الله تعالی سرزنش و زجر عجیبی بیان می فرماید. الله می فرماید ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما، بدون شک کسانی که میخورند مال یتیم ها را با ظلم میخورند، با ستم میخورند، انما یأکلون فی بطونهم نارا، اینها در واقع مال نمیخورند، آتش میخورند. انما جزی نیست که یأکلون فی بطونهم نارا، اینها در شکمشان نار میخورند، آتش دارن وارد میکنند. و سیصلون سعیرا، ان قریب وارد جهنم میشوند، آتش شعله زن جهنم اونجا وارد میشوند. الله پناه بده. پس این در رابطه با چی بود؟ درباره یتیم، یا اینکه وقتی که برای تقسیم حاضر میشوند یتیم و بقیه خویشاوندان چگونه با اونها برخورد کنید. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. احکام 14گانه رعیت را داشتیم میخواندیم. 6 تا حکم از احکام رعیت خواندیم و این 7مین حکم است. 7مین حکم درباره میراث است. در این حکم الله عزوجل مالی که از یک میت میماند، ترکه‌ای که باقی میماند، درباره تقسیم آن ترکه حکم صادر فرموده. یوصیکم الله فی اولادکم. وصیت معمولاً به اون سخنی گفته می شود، سخن مهمی که یک انسان برای پشت سریها، برای افرادی که پشت سرش میماند، دستورات مهمی و دستورات لازمی که بداند برای اونها میگذارد، اون را میگن وصیت. اما وقتی که نسبتش به خدای عزوجل داده بشه، قبلا عرض کردیم به معنی امر تأکیدی، حکم تأکیدی. لذا یوصیکم الله فی اولادکم، خداوند شما را به صورت تأکیدی، به صورت تأکید حکم میکند، امر میکند که شما مال را چگونه تقسیم کنید در اولاد و در بقیه. این آیه معروف است به آیه میراث. در این آیه میراث که 3 تا آیه هستند، در واقع 2 تا آیه هستند. در این آیه 2 تا آیه الله تعالی 12 سورت
برای ارث بیان فرموده که یک انسان وقتی که از این دنیا چشم فرو میبندد مالش، ترکه اش به ورثه اش، به وارثانش به چه صورت تقسیم بشه. اول صورتی هست که یک انسان از این دنیا می رود و اولاد می گذارد. اولاد مختلفند، هم پسر دارد و هم دختر دارد. الله می فرماید للذکر مثل حظ الانثیین. صورت اول صورت اختلاط، اینکه مرد و زن، پسر و دختر با هم مخلوطند. برای هر مرد سهم 2 زن هست، 2 تا دختر هست. و این دلیلش مشخصه که مرد گرچه حکمت ها و فلسفه های زیادی داره، بعضی را ما میفهمیم، بعضی را شاید نفهمیم، ولی اینکه مرد متکفل، متعهد، مسئول هر خانه، هر خانواده که تشکیل میشه، مسئول اون خانواده از نظر خورد و خوراک، از نظر مخارج، از نظر هزینه مرد هست. زن مسئولیتی ندارد. از این بابت به مرد سهم 2 زن میرسد. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ. این صورت دوم است که کسانی که پشت سر متوفا به جا ماندند همه دختر هستند، همه زن هستند. اما اینجا گفته شده فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، فوق 2 تا. این کلمه فوق مفسرین میگوین اضافه هست، چون که 2 تا را هم شامل است. اگر 2 تا دختر باشند یا بالای 2 تا دختر باشند، مثل این است که در آیه دیگه داریم فضربوا فوق الاعناق. فضربوا فوق الاعناق، اینجا کلمه فوق اضافه هست، فضربوا الاعناق، پس اینجا هم فوق اضافه هست. اگر کسانی که وارث هستند 2 تا دختر باشند یا بالاتر از 2 تا دختر، فلهن ثلثا ما ترک، برای آن دختران 2/3 متروکه هست. هرچی که مال به جا گذاشته 2/3 به این دختران میرسد. و این کانت واحدة فلها النصف. اما اگر دختر یکی بود، دختر مرحوم، دختر متوفا 1 نفر است، فلها النصف، برای او نصف است. هرچی که مال، هرچی که سرمایه هست، نصفش مال دختر. خب این صورت سوم بود. صورت سوم اینه که کسی میمیرد و از اولاد، از فرو فقط 1 دختر داره. صورت اول این بود که دختر و پسر داره. صورت دوم بود که فقط دختر داره، 2 تا به بالا. صورت سوم اینه که فقط دختر داره، 1 داره. صورت چهارم، الان فرو تمام شدند، به اصول میرسیم. اولاد تمام شدند، به پدر و مادر میرسیم. نگاه میکنیم پدر و مادر داره یا نه. اگر داره، الله میفرماید ولابویه لكل واحد منهما السدس. برای پدر و مادر، برای هر یکی 1/6 هست. سهمی که برای هر یکی از پدر و مادر الله تعیین کرده 1/6 هست. مما ترک، از آن مالی که متروکه هست، از آن مالی که ارث هست. البته 1/6 شرط داره، ان کان له ولد، اگر متوفا، اگر مرحوم اولاد داره، اگر فرزند داره، اولاد داره، خب به پدر و مادر به هر یکی 1/6، 1/6 به پدر، 1/6 به مادر. اما اگر اولاد نداره، به عنوان مثال مجرده، سرمایه داره، مجرده و میمیره، اون وقت وارث اصلی پدر و مادر هستند. فإن لم يكن له ولد، اگر اولاد ندارد، و ورثه ابواه، وارث او پدر و مادرند، خب فلأمه الثلث، 1/6 مال مادره. این صورت 5 هست که میمیرد
اصول داره، پدر داره، مادر داره، اما اولاد نداره. مادر 1/3 میبرد، خب مابقی 2/3 دیگه مال پدر است. این صورت پنجم شد. اما در همین صورت پنجم پدر و مادر دارد فقط، ولی برادر و خواهر هم دارد. اون صورتی که ما خواندیم برادر و خواهر نداشت. صورت پنجم. صورت ششم اینه که خواهر و برادر هم داره، پدر و مادر هم داره. ببین وقتی که پدر و مادر داشته باشه، این خواهران و برادران چیزی ازش ارث نمیبرند. خواهر و برادر در صورت ارث میبرند که پدر و مادر نباشند. پس خواهر و برادر ارث نمیبرند، ولی یک ضرری به مادر میرسونند. اون اینه که به مادر به جای 1/3 1/6 میرسه. این صورت ششم است. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر برادر داره، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، برای مادر 1/6 است. بله، منظور از این اخوه 2 تا برادر به بالا، 2 تا در باب میراث حکم جمع را دارد، 2 تا و 3 تا حکمشون یکی هست. خب در این صورت به مادر 1/6 میرسد، مابقی هرچی مال هستن به پدر میرسد. من بعد وصیت یوصی بها او دین. خب این 6 صورت در آیه اول خواندیم، 6 صورت دیگه در آیه دوم میخوانیم. اما یک نکته در میراث خیلی مهم است. اون اینه که میتی که از این دنیا میره، این میت اگر وصیت بکند، توصیه بکنه، توصیه برای وارث نمیتونه بکنه، مثلا برای همسرش، برای فرزندش، برای پدر مادر که به اون مال بدید، چون که خدا برایش تعیین کرده لا وصیت لوارث. اما برای یکی دیگر از خویشاوندان، رفقا، کسی دیگه که اون دوست داره، میتونه برای اون از 1/3 مال وصیت بکنه. مثلا بگه فلان دوستم را مال بدید، فلان فقیر را بدید، فلان مسجد را بدید، فلان سازمان خیریه را بدید. خب اگر چنین وصیت بکنه از 1/3 مال، یعنی کمتر از 1/3 و 1/3 وصیتش جاری میشه، بیشتر مال وارثه. این یک. وصیتش را قبل از تقسیم ارث ما اجرا میکنیم. 2. اگر مدیونه، مقروضه، دینش را هم چیکار میکنیم؟ قبل از اینکه مالش را تقسیم بکنیم، اول دینش را پرداخت میکنیم، گردن خودش را آزاد میکنیم. بعد از اون اگر چیزی ماند به ورثه، به بقیه افراد میدیم. اینجا قرآن همین را بیان میفرماید. الله میفرماید من بعد وصیت یوصی بها او دین، بعد از وصیتی که وصیت میکند به آن وصیت، او دین یا بعد از دین، یعنی اولا وصیت را اجرا میکنیم، اولا دینش را پرداخت میکنیم. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا. ببینید در ابتدای اسلام کسی که میمرد پدر و مادر ارث نمی بردند، برای پدر و مادر وصیت میکردند که به پدر و مادرم این مقدار از مال بدهید. فرزندان خب ارث می بردند. اینجا خدای عزوجل برای پدر و مادر سهم تقسیم کرد یا مشخص کرد. حال الله تعالی حکمتش را بیان می فرماید. نکته چیه؟ سر چیه که الله تعالی به شما نسپرده که شما خودت وصیت کن، به پدرم این مقدار بدهید، به مادرم این مقدار بدهید. الله عزوجل خودش تقسیم کرد، چون که خدا می فرماید شما نمیدونید از نظر نفع، از نظر سود کدوم برای شما بهتره. الله بهتر تشخیص میده. لذا وقتی که تشخیص الله بهتره، تقسیم الله هم بهتره. الله می فرماید آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا.
پدران شما و فرزندان شما نمیدانید شما ایهم اقرب لكم نفعا کدام یک نفعشان برای شما نزدیکتر است بیشتر است آیا اصول یا فرو پدر یا فرزند فریضة من الله این فریضه‌ای هست یعنی تعیینی هست تقسیمی هست از جانب الله اینو بپذیرید اینو اجرا کنید و در زندگی خودتون پیاده کنید ان الله کان علیما حکیما بدون شک خداوند علیم است همه چیز را میداند بر اساس علم به شما دستور میده حکیما دستورات خداوند حکیمانه هست اگر انسان به تک تک دستورات نگاه بکنند مطالعه بکنند چه حکمتهایی نهفته هست چه فوائدی و چه سر و رازهایی در دستورات خدای عزوجل گذاشته شده پس به دستور حکیم عمل کنید نه به دستور خودتون این عرض کنم خدمت شما که 6 صورت شدن برای مال میراث اما در این 6 صورت چی بود؟ اصول فرو فرزندان پدر و مادر حال بقیه ورثه در بعد از اصول و فرو نوبت به همسر میرسد همسر چه زن از مرد چه مرد از زن 4 صورت مال همسران هستند 2 صورت مال زنه 2 صورت مال مرده 2 صورت زن چیه؟ اگر کسی فوت می کند اول شوهر اگر زن فوت می کند و یکی از ورثه شوهر است نگاه میکنیم آیا این زن اولاد داره یا نه چه از این شوهر چه از شوهر دیگه اگر اولاد دارد پس به شوهر 1/4 میرسد اگر اولاد ندارد به این شوهر نصف میرسد این 2 صورت شدن بالعکس اگر شوهر فوت کرد و یکی از ورثه زن هست خب باز نگاه میکنیم شوهر اولاد دارد یا ندارد اگر بچه دارد چه از این زن چه از زنی دیگه فرق نمی کند اگر بچه دارد به زن 1/8 میرسد اگر بچه ندارد به زن 1/4 میرسد پس 4 صورت مال زن و شوهر هستند الله می فرماید ولکم نصف ما ترک ازواجکم برای شما مردان هست نصف آنچه که ترک می کند همسران شما خانم های شما در صورتی که خانم فوت کند ان لم یکن لهن ولد اگر اون خانم ها اولاد نداشتند فان کان لهن ولد این صورت 7 بود حال صورت 8 فان کان لهن ولد اگر برای اون خانم ها اولاد بود فلکم الربع مما ترکنا برای شما مردان 1/4 هست از آن مالی که خانم ترک می کند اما بعد اینجا هم اون وصیتش خانم وصیت خانم و دین خانم اولا پرداخت بشه من بعد وصیت یوسین بها او دین بعد از وصیتی که آن زنان وصیت می کنند او دین یا بعد از دینی که بر اون زنان هست خب این 8 صورت شد سورة 9 ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد برای آن زنان هست 1/4 زن 1/4 دارد مما ترکتم از مالی که شما به جا میگذارید ترک میکنید ان لم یکن لکم ولد اگر شما اولاد نداشتید اگر شما فرزند و اولاد نداشتید 1/4 مالتون به همسرتون میرسه فان کان لکم ولد سورة 10 اگر شما فرزند داشتید فلهن الثمن برای آن زنان 1/8 است مما ترکتم من بعد وصیت توصون بها او دین بعد از وصیت اینجا هم همون ضابطه هست بعد از وصیتی که شما هست وصیت کنید یا بعد از دین بعد از دینی که بر شما هست گردن شما هست خب 10 صورت شد از صورت های وصیت 2 صورت میماند
این دو صورت صورت کلاله هست. کلاله چیه؟ کلاله به اون کسی میگویند که از دنیا میره، نه اصول داره نه فرو. یعنی چه؟ یعنی نه پدر و مادر داره، جد پدر بزرگ مادر بزرگ نداره، اصول فرزند هم نداره، فرو هم نداره، فرزند نداره، نوه نداره، هیچی نداره. چی داره پس؟ یا برادر داره یا خواهر. فقط برادر داره یا خواهر. خب حال دو صورت هستن. اگر برادر یا خواهر یک نفر است، یک برادر داره یک خواهر، به برادرش 1/6 میرسه، به خواهرش هم 1/6 میرسه. اگر بیشتر هستند، 2 تا برادر داره، 2 تا خواهر داره، بیشتر داره، اون وقت 1/3 به همه میرسه. 1/3 به همه میرسه. ولی این نکته را حتما شما دقت کنید که احکام کلاله به 2 صورت است. یکی اینجا ذکر شده، در پایان این سوره مجدد ذکر شده. منظور از این برادر یا خواهر، همه گفتند، همه نوشتند برادر و خواهری که از مادر باشه فقط. اونی که اینجا ذکرش هست که 1/6 میبرد، برادری هست یا خواهری هست که برادر و خواهر چیه؟ مادری هست. چون 2 صورت دیگه داره. امکان داره اون برادر یا خواهر برادر و خواهر عینی باشد، یعنی هم از پدرش هم از مادرش هست، اون حکمش بعد میاد. یا اونی که فقط از پدرش هست، اونا هر دو با هم یکی هستن، اونم حکمش همونه که در پایان این سوره میاد. پس و این کان رجل، سورت 11، و این کان رجل یورث کلالة، گرچه اگر مردی باشد که به ارث برده می شود، یعنی ارث باقی می گذارد، در حالی که اون کلاله باشد. او امرأة، یا مرد نیست این که متوفا هست، بلکه زن است. این زن یا مرد کلاله هست. یعنی چی؟ یعنی وله اخ او اخت، برای او یک برادر است یا یک خواهر. یک برادر یا یک خواهر. این خدمت شما عرض کردم که این یک برادر از مادر است، یا این یک خواهر از چی هست؟ از مادر است. چنانچه اینجا تفسیر ابن کثیر نوشته ای من ام وله اخ من ام وله اخت من ام، کما هو فی قراءت بعض السلف. در قراءت حتی بعضی سلف بعضی قراءت ها هست اینجا هست و ان کان او امرأة وله اخ من ام وله اخ او اخت من ام، تو خود قراءت است. وكذلك فسرها ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فيما رواه قتاده عنه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه این را هم به همین صورت تفسیر کرد که منظور از این کلاله از هست، نه مطلق کلاله. خب فلکل واحد منهم السدس، برای هر یک از آن دو، یعنی چه برادر باشد چه خواهر تنها باشد، 1/6 است. فان كانوا اکثر من ذلك، اگر از یکی بیشتر بود، مثلا 2 تا بودند، 3 تا بودند، چه مرد چه زن، این صورتی هست که اینجا للذکر مثل حظ الانثیین نیست. اینجا للذکر مثل حظ الانثیین نیست. مثلا یک برادر و یک خواهر، 1/3 میرسد، برابر تقسیم میشه. اگر 2 تا برادر و 2 تا خواهر هستند، 1/3 میرسد، به هر یکی برابر تقسیم میشه. بله. فان كانوا اکثر من ذلك، اگر از یکی بیشتر هستند، فهم شرکاء فی الثلث، آنها در 1/3 شریک هستند. اما این صورت 12 من بعد وصیت یوصی بها او دین، بعد از اینکه وصیتی که وصیت می شود از طرف همین مردی که می میره، او دین، یا بعد از اینکه دینی بر او هست، غیر مضار
غیر مضار در حالی که ضرر دهنده و آسیب دهنده نباشد. یعنی چه؟ یعنی این وصیت که میکند وصیتش طوری باشد که به کسی ضرر نرساند. مثلا همه اش 10 میلیون داره، میگه 5 میلیونش را به فلان رفیقم بدی. خب این 5 میلیون، این وصیت گرچه نافذ نمیشه ولی این ضرر است، چون نصف را داره میده. شریعت وصیت را از چه مقداری لازم کرده؟ ثلث. یا اینکه مضار صورتش اینه که میگه فلان رفیقم، میدونه که به اون کسی نمیده، میگه فلان رفیقم از من 8 میلیون میخواد، یعنی از 10 میلیون میخواد 8 میلیون، در حالی که اون ازش نمیخواد. به دروغ اقرار به چی میکند؟ به دین میکند تا بخش اعظم به او برسد، او را دوست دارد، تا به ورثه‌اش نرسد، به برادرانش نرسد. میفرماید غیر مضار یعنی چنان وصیتی که ضرری برای کسی داشته باشد نکند. غیر مضار یعنی فلا یقر بحق لیس علی آلوسی گفته، حقی که بر او نیست به دروغ اقرار نکند. ولا یوسی باکثر من الثلث، به بیشتر از 1/3 هم برای کسی وصیت نکند. قاله ابن جبیر، سعید ابن جبیر گفته روح المانی. وصیتا من الله، این وصیتا مفعول مطلق یوسیکم الله است. یوسیکم الله وصیتا من الله، الله شما را وصیت می کند. چه ترجمه کردیم یوسیکم را؟ امر تأکیدی، حکم مؤکد. بازم وصیتا من الله حکم تأکیدی می کند که واقعا حکم تأکیدی هست از جانب الله. والله علیم حلیم، خداوند عزوجل همه احوال شما را می داند. گاهی اگر شما ظلم می کنید، ستم می کنید، حق یتیم را پایمال می کنید، به زن ارث نمی دهید، حق وارثی را ضایع می کنید، خدا اگر مؤاخذهتون نمی کنه حلیم است، به وقت مؤاخذه می کنه. خب این شد آیه میراث که 2 آیه هستند. 12 حکم از احکام میراث خواندیم. آخر الله عزوجل به عنوان تأکید میفرماید تلک حدود الله. گرچه تلک حدود الله شامل تنها وصیت نمیشه، آیه میراث نمیشه، بلکه تمام احکامی که از اول سوره خواندیم، چه درباره زنها بود، مهر زنها، چه درباره یتیم بود، مال یتیم، همه را شامل میشه. الله میفرماید تلک حدود الله، اینها حدود الهی هستند، ضوابطی که الله تعیین کرده. الان ما انسان ها 2 گروه هستیم، یا اینکه حدود الهی را اجرا میکنیم، به جا می آوریم، یا اینکه حدود الهی را نادیده میگیریم، قوانین من درآوردی خود را، یا اینکه هوای نفس را دخیل میکنیم. از 2 حال خالی نیست. یا اینکه انسان تحت یک ضابطه غیر خدایی عمل میکند، یا اینکه ضابطه خودش هست، هوای نفس، به صغیر مال نمیده، به زن ارث نمیده، حق دیگران را، ضعفا را پایمال میکنه. خب اینجا نتایج هر 2 را الله بیان میفرماید. نتیجه یکی بشارت است، نتیجه یکی تخویف است. الله میفرماید ومن یطع الله ورسوله یدخله جنات، هر کسی اطاعت کند از احکام الله و از رسول خدا و سنت های رسول الله، یدخله جنات، الله او را داخل میگرداند در جنات، در باغاتی که تجری من تحتها الانهار، جاری است از زیر درختان و از زیر قصور آن نهرها، خالدین فیها، همیشه در آن جنات میماند. و ذلک الفوز العظیم، این فوز و این رستگاری بزرگ است که انسان مطیع خدا باشد. و من یعص الله، تخویف است، و من یعص الله و رسوله،
هر کسی که نافرمانی کند خدا را و رسول خدا را. ببین نافرمانی بر اساس چی میشه؟ عرض کردم یا هوای نفس یا قوانین خدا را اعتقاد ندارد، قبول ندارد، باور ندارد. خب کسی که اعتقاد داشته نباشد کفره. و اینجا از فحوای این آیه فهمیده میشه که منظور عدم اعتقاد است. چرا؟ چون که گفته شده یدخله نارا خالدا فیها. خلود در نار برای چه کسانی هست؟ برای کفار است، نه؟ پس این و من یعص الله کسی هست که و من لم یعتقد کما فی لم یحکم بما انزل الله که قبلا خواندید، لذا بعدا میخوانیم. لذا الله میفرماید و من یعص الله و رسوله، هر کسی که نافرمانی کند الله را و رسول را، یعنی اعتقاد داشته نباشد، و یتعد حدوده و در حدود الهی تعدی و تجاوز کند، یدخله نارا خالدا فیها، داخل آتشی میشه که همیشه در اون آتش است. اگر ما بگیم نه این اعتقاد داره به هوای نفس عمل میکند، همان گونه که خیلی از مسلمانان همین کار را میکنند، به زیر دستان ارث نمیدهند، نمیگه قانون خدا را قبول ندارم، میگه به خدا به قرآن ایمان دارم به روی چشم، ولی عمل نمی کند. خب در حق اون یدخله نارا خالدا فیها چه توجیه دارد؟ اون وقت ما میگیم که این کنایه از چی هست؟ از دخول تا مدت زمان طولانی. زمان طولانی را هم ما میگیم همیشه. زمانی که زیاد طولانی باشد اون را هم تعبیر میکنن به چی؟ همیشه. خالدا فیها وله عذاب مهین، برای این انسان عذاب ذلت بار است. خب تا اینجا ما حکم هفتم را خواندیم. عرض کردم در این سوره 14 تا حکم میخوانیم که از احکام رعیت بودند. اما میرسیم به حکم هشتم. حکم هشتم که مال رعیت است. حکم هشتم درباره عمل بی‌حیایی هست، عمل فحش است. الله می فرماید واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم، آن زنانی که می آیند به بی‌حیایی، به بی‌عفتی، یعنی نزدیک کار بی‌عفتی، آن زنانی که این کار را می کنند، خب اون زنان بدون مردان ممکن نیست. گرچه یک توجیهی بعداً هم عرض می کنم که بدون مردان هم بعضی گفتن. فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، بر آنان 4 گواه بگیرید. 4 گواه بر آنان شما بگیرید. فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت، اگر 4 گواه گواهی دادند، فامسکوهن، آنان را نگه دارید در خانه ها، حتی یتوفاهن الموت، تا اینکه موت آنها را بگیرد کامل، یعنی بمیرند حبس ابد، او یجعل الله لهن سبیلا، یا خداوند برای آنان راهی را قرار بدهد، راهی تعیین بکند، به شما اعلام بکند. اون راه چیه؟ اون راه همونی که بعداً در سوره نور اعلام شد که الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. مرد و زن وقتی که العیاذ بالله زنا می کنند و هنوز مجردند، به هر یکی 100 ضرب شلاق بزنید. و اگر مجرد نبودند، متأهل بودند، خب در حدیث مشهور و متواتر داریم که اونها را سنگسار کنید. این از اشاره آیه هم هست که انشاءالله میرسیم به اون آیه. اما این آیه بر اساس این منسوخ میشه.
چون که اینجا گفته اونها را تو خانه حبس کنید تا خداوند راه حلی براشون نشون بده. من در رابطه با نسخش حرف میزنم، مطلبی دارم، اما در ادامه ببینید واللذان یأتیانها، آن دویی که یأتیانها ای یأتیان الفواحش، آن دویی که پیش فواحش می آیند، یعنی مرتکب کار بی عفتی می شوند منکم از شما، فآذوهما، آنها را شکنجه بدید. شکنجه چیه؟ همونه که بیان شد. فإن تابا و اصلحا، اگر آن دوتا توبه کردند و اصلاح شدند، فاعرضوا عنهما، از آن دوتا اعراض کنید، روی گردانی کنید. ان الله کان توابا رحیما، بدون شک خداوند عزوجل تواب هست، توبه پذیر هست، کسی که توبه بکند و مهربان است. ببینید اولا در رابطه با این که آیا این آیه منسوخ است، جمهور معتقد منسوخ است، اما متأخرین میگن منسوخ نیست. الله عزوجل وقتی برایش تعیین کرده، موقت است. وقتش تا کی هست؟ تا زمانی که حکم جدید صادر بشه. حکم جدید که صادر شد، خب اون حکم جدید را اجرا کنید. پس این نسخ نیست. بعضی از علما برای اینکه این توجیه بیاد که نسخ نیست و از نظر بنده این توجیه قوی هست، اونها میگویند که اینجا خدای عزوجل دستور داده که این هر دو را، مرد را ورثه مرد حبس کنند، زندان کنند، زن را ورثه زن زندان کنند. چون خیلی از افراد گاهی میپرسند چه کار بکنیم؟ امروز حکومت ها اجرا نمی کنند حدود الهی را. آیا خود ما بکشیم؟ خود ما ضرب شلاق بزنیم؟ اجرای احکام الهی که مردم نیستند، متولی این امور مردم نیستند. بنده عرض میکنم این توجیه بیشتر به ذهن میرسه از این جهت که برای بسیاری از سرگردانی های امروز راهکار هست، راه حل است. اون اینه که اینجا گفته شده تا زمانی که حکم خدا اجرا میشه. حکم خدا را کی اجرا میکنه؟ حکومت اسلامی. تا اون زمان اینها را حبس کنید، اینها را زندان کنید. وقتی که حکومت اسلامی آمد، دستور خدا صادر شد، اینها را به اونها تحویل بدید تا بر اینها حد خدا را اجرا کنند. اگر نه، حکومتی نبود، بذارید تو خونه زندان باشند ابد، دیگه اینها را نگذاری بیرون تا مرگشون فرا برسه. ببینید امروز اگر خدای نکرده العیاذ بالله کسانی مرتکب این عمل بی عفتی بشند، مردم میگن ما اگر تحویل حکومت بدیم، حکومت که تشویق میکند، اینا را عقدشون را میبنده، میگه برید با خود زندگی کنید. لذا چیکار بکنیم؟ میشه که اگر این قولی که بعضی از علما گفتند تا امروز آیه منسوخ نیست، اگر حکومتی نیست، باز هم ورثه، فامیل، والدین، اینها را تو خونه زندان بکنن، حبس بکنن. اگر خدا فرجی آورد، حکومتی بود که حکم را اجرا بکند، اون وقت ما تحویلشون میدیم. اگر نبود، اینها دیگه جزایشون اینه که همیشه زندان بشه، اینا را نگذاری بیرون میرن که اینها فساد میکنن. این یک توجیه. توجیه دوم، اولا ببینید بر اساس این واللذان یأتیانها، واللذان یأتیانها، این آیه هم درباره زنا هست. آن دو نفری، یعنی دو مرد دو زنی که پیش این فاحشه می آیند، مرتکب این عمل فحش می شوند. اما بسیاری از مفسران گفتند که این آیه در رابطه با العیاذ بالله لواط است، همجنس بازی هست. متوجه هستید؟ واللذان یأتیانها منکم فآذوهما،
آذوهما ایزا، شکنجه، اذیت کردن، یعنی تعذیر. هر چی که حکومت صلاح میدوند چیکار بکند؟ این دو مردی که با هم این عمل خلاف عفت را انجام دادند اینها را تعذیر بکند، از کوهی میندازد، اینها را 1000 ضربه شلاق میزند، هر کاری میکند قاضی صلاح میدوند انجام بده. و بعضی دیگه گفتن یک قول سوم که اگر به این قول سوم هم دقت بکنیم این هم بعید نیست، اون وقت نیاز به هیچ نسخ و به هیچ توجیهی نیست. اما این قول را تعداد اندکی از مفسرین گفتن اینجا 3 حکم است. بالخصوص در شرایط امروز میبینیم که این قول هم مصداق زیاد دارد. ببینید زمان امروز زمان فساد است، زمان فتنه است، ارتباط زن و مرد هم زیاد هست و دعوت به هم جنس بازی و هم جنس گرایی هم زیاد است. در هم جنس بازی مرد با مرد، زن با زن. میشنوید همیشه از شبکه‌های مجازی که این تبلیغات و این دعوت هست. در اصطلاح 2 تا زن وقتی که با هم رابطه بگیرند این را در اصطلاح میگن سحق، سین ها قاف، سحق. 2 تا مرد با هم رابطه بگیرند این را میگویند لواط. یک مرد و یک زن با هم رابطه بگیرند این را چی میگند؟ زنا. لذا این دسته از مفسرین میگند واللاتی یأتین الفاحشه. صیغه چیه؟ مؤنث هست یا نیست؟ صیغه مؤنثه. میگه این آیه درباره سحق است، یعنی اون زنهایی که با هم رابطه هم جنس بازی میگیرند. امروز در دنیا زیاده، دعوتش هم فراوانه. واللذان یأتیانها، این صیغه چیه؟ مذکره. این در رابطه با لواط هست که فآذوهما تعذیر. آیه‌ای که در سوره نور هست الزانیة والزانی اون درباره زنا هست. بر اساس این تفسیر گرچه 1-2 تا از مفسرین گفتند، یا شاید بنده دیدم 1 نفر از مفسرین گفته، شاید مفسرین بیشتری گفتند، اما بر اساس این توجیه نیاز به این همه نسخ قائل شدن و توجیهات و تکلفات اضافی نیست. اون وقت میتونیم بگیم که واللاتی یأتین الفاحشه درباره سحق است، هم جنس بازی که بلا تشبیه بلا نسبت زنها با هم دیگه میگیرند. واللذان اون هم جنس بازی که مردها با هم دیگه میگیرند. و آیه سوره نور در رابطه با زنا هست. علی ای حال اینها همه کارهای منکر، کارهای فساد و فواحشی هست که الله می فرماید این حکمشان، تعذیرشان، جرمشان فإن تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما. اگر این 2 توبه کردند و در آینده اصلاح شدند از اونها اعراض کنید، روی گردانی کنید. ان الله تواب الرحیم، بدون شک الله عزوجل توبه پذیر و مهربان هست. خب اما اکنون بعد از اینکه الله تعالی بیان فرمود توابا رحیما، ترغیب به توبه میدهد. اما چه توبه ای؟ توبه ای که انسان عرض کنم که دیر نکند، برایش درنگ نکند، کش نده، زود برگردد. دیروز خواندیم تصویف نباشد، سوف اتوب نباشد، بلکه من قریب باشد. الله می فرماید انما التوبه علی الله، جزی نیست که توبه بر الله است. علی الله بنیست تفضلا، یعنی پذیرش توبه بر الله است. الله می پذیرد، فضل می فرماید و می پذیرد. اما مال چه کسانی را می پذیرد؟ للذین یعملوا السوء بجهاله، کسانی که عمل سوء می کنند به جهالت. جهالت قید اتفاقی هست، خب واقعا جهالت است.
این نیست که کسی نمیدانسته انجام داده، به اون معنا نیست. کسی دانسته انجام داده هم جاهل دیگه، عالم اونه که انجام نمیدهد. ثم یتوبون من قریب، الله میفرماید سپس توبه میکنن من قریب، زود. من قریب دو معنا دارد، هر دو معنا مصداق دارد. من قریب یعنی اینکه فوراً بعد از عمل گناه، من قریب یعنی قبل از موت در دنیا، چون که قبل از موت با توجه به آیه بعد تفسیرش میکنیم. فاولئک یتوب الله علیهم، نتیجه الله میفرماید این گروه الله بر اونها رجوع میکند. و کان الله علیما حکیما، الله علیم هست، هر چیز را میداند و کارش با حکمت است. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، هم زجر هم تخویف اخروی و هم این توبه پذیرفته نمیشه. لیست التوبه، نیست توبه برای کسانی که عمل سیء انجام میده، تمام زندگیش گناه میکنه، جرم میکنه، فساد میکنه. حتی اذا حضر احدهم الموت، حتی وقتی که حاضر میشه یکی از آنها را مرگ، یعنی مرگش فرا میرسه، آثار مرگ را میبیند، عالم آخرت را و آثار را مشاهده میکند. قال انی تبت الان، میگوید من الان توبه کردم. این توبه محتضر هست، توبه غرغره هست. این توبه پذیرفته نمیشه. قبلا درباره این توبه عرض کردم، بحث کردم. وقتی که آثار مرگ را میبیند، فرشته های مرگ را مشاهده میکند، قال انی تبت الان، میگوید من الان توبه کردم. این لیست التوبه، برای این توبه نیست. ولا الذین یموتون وهم کفار، و همچنین نه آن کسانی که میمیرند و کافر میمیرند، بی ایمان میمیرند. بس ببینید اون درباره مؤمن بود، این درباره چی هست؟ کافر هست. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، الله می فرماید این افراد، این گروه برایشان عذاب دردناک است. خب این حکم هشتم بود از احکام رعیت در رابطه با عمل فحش، عمل بی عفتی که الله عزوجل همه مرد و زن مسلمان را حفاظت بفرماید. حکم نهم از احکام رعیت در رابطه با ارث است، اما نه ارث مال، ارث انسان. یکی از رسومات جاهلیت که بعضی میگفتند ما وارث زنم هستیم، اگر کسی فوت میکرد خویشاوندان متوفا میگفتند که زنش مال ماست، یعنی اجازه نداره بدون اجازه ما ازدواج کند. اگر زنش زن زیبارویی بود بلا نسبت، برادرش یکی از نزدیکانش با اون زن ازدواج میکرد، زن راضی بود یا نبود. اگر زن زیبارویی نبود، خب بهش اجازه نمیدادند که ازدواج کنه. تا کی؟ میگفتند که یا مالی که به ارث برده بگذار برو، یا مهری که دریافت کردی بگذار برو، بعدا میتونی ازدواج بکنی. یعنی عرصه را بر زن تنگ میکردند تا اینکه زن هر چی که بهش دادن اونها را بگذارد. این یکی از ظلم ها بود در زمان جاهلیت، و جاهلیت قرن 21 هم کم و بیشی به اشکال دیگه هست. به زن گفته میشه اگر میخوای ازدواج کنی دیگه از این منزل سهمی نداری، عرض کنم که بقیه ترکه سهمی نداری. چرا سهمی نداره؟ خیلی ها میپرسن زن رفته ازدواج بکنه، الان بهش ازدواج کرده، الان بهش مال میراث بدیم، چرا ندیم؟ زنش بوده زمانی که وفات کرده، ولو اینکه بره ازدواج بکنه شوهر بگیره، ارثش را باید بهش بدیم. پس در زمان ما زنی اگر
بره ازدواج بکنه ارث بهش نمیدند. ارث با ازدواج هیچ کاری ندارد، لذا زن چیزی نیست که او را به ارث ببرند، مال را به ارث میبرند. لذا الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها. ای مؤمنان حلال نیست برای شما، جایز نیست برای شما اینکه وارث زنها بشید، کرهن یعنی جبرن، بالاجبار وارث زن بشید. نه این کار نکن. اگر با رضایت ازدواج میکنی باش ازدواج کن. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن. این صورت دوم. نمیخواد خودش باش ازدواج کنه، برادر شوهر مثلا نمیخواد خودش باش ازدواج کنه، چیکار میکنه؟ جلوش را میگیره تا مالی که دریافت کرده، اون مال چیه؟ یا ارثه یا مهره یا هر دو، اون مال را بگذارد و بره. ولا تعضلوهن ای لا تمنعوهن. جلوگیری آنها نشوید، لتذهبوا تا که ببرید به بعض ما آتیتموهن، بعضی آنچه که با اونها دادید، به اونها دادید. الا ان یأتین بفاحشة مبینه، مگر اینکه خودشان گناه آشکاری بکنند. گناه آشکاری بکنند منظور چیه؟ باز هم منظور این نیست که از حق ارث محروم میشه، بلکه اون وقت شما می توانید که جلوش را بگیرید به خاطر عفت خودتون، یا اینکه اون را از خونه بیرون کنید که قبلا شما درباره خروج از خونه خواندید. و عاشروهن بالمعروف. الله می فرماید با اونها معاشره بکنید، زندگی بکنید طبق دستور شرعی، هرچی که حقشون هست رعایت کنید. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا. ببین اینجا هم درباره زن هست و باز هم درباره معاشرت. همین زن میخواهد با شما زندگی بکند، شما نمیپسندید او را یا اخلاقش را نمیپسندید یا شکلش را نمیپسندید، ولی شما باید تحمل کنید. اون چیزی که خلاف میل شماست، خلاف طبع شماست، این نباید منجر بشه که شما حکم خدا را نادیده بگیرید در حق اون زن. الله می فرماید فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر شما او را ناپسند بدارید، بنویسید طبعا به اقتضاء البشریه، به خاطر تقاضای بشریت، پس باز هم تحمل کنید. چرا؟ فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بس اوقات اینطور میشه که شما یک چیزی را نمیپسندید اما خدا خیر کثیری در اون گذاشت. ببینید بعضی از مفسران میگه این درباره همسر خود انسان است، یعنی خودت همسری داری باش با معروف معاشره کن، یعنی حقوق شرعیش را ادا بکن. بحث موت تمام شد، این موضوع دیگه هست که زن خودت هست، امکان داره ازش خوشت نیاد. خب چرا خوشت نمیاد؟ گناهی نداره، بهانه ای نداری، دلیلی نداری، همینطور طبعا گفتیم طبعا به اقتضای بشریه، لذا خوشت نمیاد، این باعث نشه که شما طلاقش بده. چرا طلاقش میدی؟ چون ازش خوشم نمیاد. نه، نگه دار. بسا اوقات شما یه چیزی را نمیپسندید، خدای خیر کثیر توش گذاشته. امروز به هر حال نمیپسندی او را، ولی فردا خدا اگر ازش اولادی بهت بده که این اولاد رونق زندگیت میشه، خونکی چشمت میشه، اون وقت شکرگزار میشی که خوب شد مادرش را طلاق ندادم. یا اینکه همین مادر اولاد را نگهداری میکنه، یا همین مادر به جای دیگه به درد خودت میخوره، خودت با مشکلی مواجه میشی، مریض میشی و ملول میشی، نیاز به کسی داری.
لذا شرایط مختلف انسان در زندگی دارد که هیچ نمیشه پیش بینی کرد. لذا بلا دلیل نباید زنی را طلاق بده، انسان رها بکنه، ببیند که واقعا اگر عذر شرعی دارد، دلیلی دارد، ناسازگاری دارد، زن بد اخلاق، نمیسازه، اذیت میکنه، اون چیزی دیگه هست. اما طبعا به اقتضاء بشری این وسواس شیطان خوشت نمیاد. بعضی مردم میان میگن میخوام طلاق بدم. چرا طلاق میدی؟ هیچ بهانه‌ای ندارم، خوشم نمیاد. این خیلی بد است. همین قرآن گفته وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، اگر نپسندید آنها را، فعسى ان تکرهوا شیئا، بسا اوقات شما چیزی را نمی پسندید طبعا، و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، الله در آن خیر کثیر برای شما گذاشته. اما کسی میخواد که زنی دیگه بگیره، خب زن خدا برایش مباح قرار داده، اما نه، به این زن مال هنگفتی داده، مال زیادی داده، چندین طلا و سکه داده، الان زن را اذیت میکنه، میخواد که اون زن مجبور بشه طلاق بگیره، بعد طلاق نده، خل بکنه، همون مال را پس بگیره. خیلی از مردها هستن بی تقوا، همین کار را میکنن، عرصه را طوری بر زن تنگ میکنن که زن مجبور بشه. الله عزوجل اینجا نکات بسیار جالبه و جملات بسیار زیبایی فرموده. اون چیه؟ الله می فرماید این حکم دهم است. حکم دهم، کسی میخواد زن دیگه بگیره، چشمش افتاده جایی، علاقمند است، و علاقمند است حرام نیست برش، بره بگیره، اما چرا نسبت به این زن میخواد ظلم بکنه؟ و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، اگر خواستید تبدیل بکنید همسری را به جای همسری دیگه، همسر جدید بگیرید به جای همسر اول، و آتیتم احداهن قنطارا، داده بودید شما به یکی از آنها خزانه، یعنی به اندازه یک خزانه سرمایه داده بودی، الان پشیمانی، فلا تأخذوا منه شیئا، نگیر از آن چیزی را، اتأخذونه بهتانا و اسما مبینا، الله می فرماید آیا میگیری آن را بهتانا؟ بهتانا اینجا به معنی اسم فاعل است، ای باهتین. الله می فرماید که آیا باهتین و آثمین شما میگیرید در حالی که بهتان میزنید و گناه میکنید؟ تو داری بهتان میزنی، هیچ زن عیبی ندارد، فقط جای دیگه دلت هست که میخوای بگیری، خب این نداری، حتما میخوای تهمت بزنی، چون دیگه راهی نداره انسان مگر یه چیزی به زن بچسبوند، و اسم مبین، گناه آشکاری هست. و بعد اون جمله جالب که میگم اینه که الله میفرما و کیف تأخذونه، چطور دوباره همین مال را ازش میگیری، مهر را ازش میگیری، طلاهایی که براش گرفتی ازش میگیری، در حالی که وقد افضا بعضکم الى بعض، افضا میگن بی پرده شدن را، بی لباس شدن را، کنایه هست از همخوابی، در حالی که شما از همدیگه استفاده جنسی کردید، به همدیگه رسیدید، شما این همه سرمایه دادی، دلت نمیاد که سرمایه را براش بذاری، ولی از این زن استفاده هم کردی، استفاده جنسی داشتی، افضا بعضکم الی بعض، اون فکر را نمی کنی. و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، و این زنها از شما پیمان محکمی گرفتند. میثاق غلیظ بنویسه به حکم الله، یعنی وقتی که باش عقد کردی، باش ازدواج کردی، در مقابل اون خود به خود یک سری تعهداتی به خدا دادی. وقتی که عقد کردی متعهد شدی که نسبت به این خیانت نکنی، هیچ نوع خیانتی. الان این همه استفاده
بلا نسبت این همه همخوابی باز هم میخوای مال را دوباره بستانی؟ این ظلم هست. زنی دیگه میگیری بگیر، برو از جای دیگه برات پول بیار. چرا اون پول که به این دادی و در مقابل چندین استفاده داشتی اون را ازش میگیری؟ علی ای حال این ظلمی هست و ستمی هست که بر زنها امروز هم رواج دارد که بعضی مردهای تنگ نظر به خاطر اینکه مهریه را پس بگیرند طوری صحنه را درست میکنند، طوری برنامه ریزی میکنند که زن مجبور بشه به خاطر خلاصی، به خاطر رهایی هر چی که گرفته پس بده. حیثیتش هم رفته، دختر بوده بیوه شده، شاید دیگه کسی باش ازدواج نکنه، ولی مال را هم پس بده. از زندان این مرد و از اسارت این مرد نجات بیابه. این مرد چی میخواد جواب خدا را بده؟ این ظلم، از این ظلم بیشتر؟ بله، این حکم دهم بود نسبت به زنها. نباید انسان ظلم کند. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم از احکام رعیت 11مین حکم است. 11مین حکم درباره محرمات است. خدای عزوجل اجازه دادن که شما میخواهید ازدواج بکنید، ازدواج بکنید، 2 تا 3 تا 4 تا، اما نه از محرمات. محارم، محارم کی هستند؟ اینجا الله عزوجل ردیف میکند. اول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف. شما عقد نکنید، نکاح نکنید آن زنانی را که نکاح کردن پدران شما، الا ما قد سلف، مگر اون چی که گذشته در جاهلیت نمیدونستید اونا را فراموش کنید. الان مثلا کسی پدرش زنی گرفته، زن کم سن و سالی، بعدا پدر فوت کرده، خب فرزند اون پدر نمیتونه زن را بگیره، نامادریش هست، مادرش هست، زن پدر هست. انه کان فاحشة و مقتا، همانا این کار بی حیایی هست، و مقتا موجب خشم میشه، خشم خدا، یا مقتا عرفا از نظر عرف باعث خشم و غضبه، و ساء سبیلا راه بدی هست شرعا. پس اینا عقد نکنید. این اولین محرمه بود، اولین زنی که برای انسان حرام است. علاوه از این حرمت علیکم امهاتکم، محرمات حرام قرار داده شده بر شما، امهاتکم مادران شما، و بناتکم و دختران شما، و اخواتکم خواهران شما، و عماتکم عمهای شما، و خالاتکم خالهای شما، و بنات الاخ و دختر برادر، و بنات الاخت و دختر خواهر، و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و مادرانی که شما را شیر دادند. و دهم و اخواتکم من الرضاعه و خواهران شما، خواهرانی که از رضاعت از طریق شیر با شما خواهر هستند. 11 و امهات نسائکم. ببینید ابتدا محرمات نسبیه بودن که با انسان نسبت دارن، امهاتکم، بناتکم، اخواتکم، عماتکم، خالاتکم، بنات الاخ و بنات الاخت. اینها 8 تا اینها بودن، یکی زن پدر 9 تا، اینها نسبیه هستند. و 2 تا رضاعیه هستند، امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه. این 2 تا محرمات رضاعیه میگویند. اینها شدن 11 تا. و امهات نسائکم، از اینجا به بعد محرمات سببیه میگن یا محرمات بالمصاهره، یعنی شما چون که یه جایی وصلت کردید، به سبب این وصلت و این مصاهره شما چند زن دیگه بر شما حرام میشن. مثلا همین زنی که با اون عقد کردی مادر این زن، دختر این زن.
و امهات نسائکم و مادران همسران شما و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن و ربیبها. ربیبه میگن دختر این زن. زنی گرفتی، زن از شوهر قبلی چی دارد؟ دختر دارد که شاید در زبان فارسی ما میگن پیشزاده، ربیبه. لذا اما ربائب اینجا یک قیدی دارد، پیشزاده ها و ربیبه هایی که فی حجورکم در حجر شما هستند، یعنی تحت سرپرستی شما هستند، تحت تکفل شما هستند. اینجا بنویسید قید اتفاقی، این قید احترازی نیست. یعنی اگر در سرپرستی شما نبودن میتونید عقد کنید، نه. چون معمولا انسان زنی که عقد بکنه دختر اون زن هم با مادرش زندگی میکنه. عموما ربیبه ها با همین ناپدری هستند. لذا و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، ربیبه هایی که در تکفل شما هستند، سرپرستی شما هستند. من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، اما ربیبه ها مال اون زنهایی هستند که با اون زنها هم خوابی داشتید، یعنی با مادر این دختر بلا نسبت مجامعت و هم خوابی داشتی. اگر نداشتی این دختر برایت حلاله. چطور؟ صورتش اینه، شما میرید یه زنی عقد میکنید، این زن بیوه هست، دختر هم داره، ولی بعد از عقد با هم زندگی را ادامه نمیدید، اصلا زندگی را آغاز نمی کنید، طلاقش میدی، زن میره پیکارش. بعد از مدتی دخترش را میخوای بری عقد کنی، خب این اشکال ندارد، چون که با مادرش هیچ نوع ارتباطی و بلا نسبت همخوابی نداشتی. لذا میفرماید و این ربیبه ها من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، از اون زنهایی هستن که شما با اونها هم خوابی داشتید، دخول. فإن لم تكونوا دخلتم بهن، اگر با اونها هم خوابی نداشتید، خلوت صحیحه نداشتید، فلا جناح علیکم، مادرشون مرد یا مادرشون را طلاق دادی، بعداً با اون ربیه میخواست ازدواج کنی، گناهی بر شما نیست. خب 12مین بود از محرمات، اما این محرماتی که به سببیه هست، با حرمت مصاهره هستند. 13می و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اینم به خاطر وصلت و به خاطر نکاح حرام میشه. همسران فرزندانتان، اون فرزندانی که از اصلاب شما هستند، از کمر شما هستند. منظور چیه؟ منظور پسرت، پسر نسبی و رضایی اینجا فرق نمیکنه. رضایی هم به نوعی من اصلاب هست، چون که شیر وقتی که درست میشه آخر به اون صلب میرسه دیگه، چون بچه متولد شده که مادر شیر دار میشه، بازم به صلب میرسه. این برای چی هست؟ برای متبنا هست، میخواد متبنا را با این قید خارج کنه. متبنا انشاءالله در سوره احزاب میخوانیم، پسرخوانده. بعضی ها هستن با جوانی چیکار میکنن؟ پسرخواندگی و پدرخواندگی عقد میبندن، میگه تو پسر من، اونم میگه تو پدر من. خب در جاهلیت وقتی که کسی را به عنوان پسر میخواندند، دیگه زنش را محرم میدانستند و با زنش ازدواج را حرام میدانستند. اسلام این را رد کرد، گفت اینطور نیست. به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دستور داد که با زینب که همسر پسرخوانده رسول الله، همسر زید بود، زید طلاقش داد، رسول الله را الله دستور داد عقد بکند تا اینکه این رسم از بین بره. پس
و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، این قید اصلابکم برای چی هست؟ احتراز از پسرخوانده هست. 14 و ان تجمعوا بین الاختین، اینم حرمت بالمصاهره هست، از محرمات سببیه هست. این که شما جمع کنید دو تا خواهر را، چه خواهر با هم نسبا خواهر باشند چه به صورت رضاعی خواهر باشند، الا ما قد سلف، مگر آنچه که گذشته، چه در جاهلیت یا در امم من قبلنا، در شریعت های گذشته بوده، اون که گذشته گذشته، از این به بعد نیست. ان الله کان غفورا رحیما، بدون شک خداوند عزوجل بخشاینده و مهربان است. خب 14 تا از محرمات ذکر شدن. 15 والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم، زنانی که شوهردار هستند. ببینید محصنات از احسان هست. احسان دو معنا دارد، یکی احسان به معنای پاک دامنی می آید و یکی احسان به معنای تأهل، زنی که شوهر دارد. محسنه اینجا همین معنا هست، زنانی که شوهر دارند. خب زنانی که شوهر دارند نکاح اونها حرام است، نکاح منعقد نمیشه. چندین مورد همینجا گذشته، شوهر میاد شکایت میکنه، دادگاه میره میگه من هنوز زنم را طلاق ندادم، با هم اختلاف داریم، زن رفته ازدواج کرده، این عقد اصلا منعقد نمیشه. اگر شوهر راست بگه اصلا عقد درست نمیشه. لذا والمحصنات من النساء، زنهای شوهردار هم حرام هستن بر شما، الا ما ملکت ایمانکم، مگر کنیزها. مگر کنیزها یعنی چه؟ آیا اگر کنیزی شوهر داشته باشد میشه با اون کنیز عقد کرد؟ نه خیر. این الا ما ملکت ایمانکم، اون ملکت ایمانکمی هست که به سبی بشه، با اسارت بشه. صورت مسئله را گوش کن. ببین یه زنی هست کافر، غیر مسلمان، شوهر دارد، مال روسیه هست مثلا. بعد از اینکه در جنگ این زن اسیر میشه و از اون دارالکفر آورده میشه به دارالاسلام، خود به خود با این اسارت و اختلاف دار که شوهرش اونجا میماند، نکاح بین اینها چی میشه؟ نکاح تمام میشه. لذا اینجا اگر کسی با این زن ازدواج کرد نمیشه که بگیم این زن خود شوهر داره، نه، این به سبب اسارت از شوهرش چی شد؟ جدا شد. پس اینجا اون مراد است، نه اینکه کنیزی که اینجا زندگی میکند با شوهرش زندگی میکند. حتی اگر همین زن با شوهرش یک جا اسیر بشه، اونجا اختلاف فقها است، امام ابو حنیفه و شافعی رحمه الله است. بعضی از فقها جایز قرار دادن عقد کردن با او را، ولی بعضی جایز قرار ندادن، گفتن شوهرش هم اسیر شده خودش هم اسیر شده، لذا اینها نکاحشون سر جایش هست. پس این همون زنی هست که شوهرش مانده در دارالکفر و خودش اسیر شده و آورده شده در دارالاسلام. این زن شوهردار، چنانچه شما خواندید که زنهایی که خودشون میگریزند و شوهرشون اونجا میمانند در دارالکفر، اون زنها را میشه عقد کرد بدون طلاق، چون که تمام شد نکاحشون. این همون هست. چنانچه آلوسی رحمه الله میفرماید والمراد بالملک الملک بالسبی خاصتا، مراد از ما ملکت ملکی هست که با اسارت و سبی بشه فقط. فانه المقتضی لفسخ النساء، لفسخ النکاح، اونی که میطلبد نکاح به هم بپاشد همین اسارت است و بس. وحلها للصابی،
سابی یعنی اسیر کننده. این مجاهدی که او را اسیر کرده برای او حلال میشه دون غیره. و هو قول عمر و عثمان و جمهور الصحابه و التابعین و الائمه الاربعه. روح المانی قول همه صحابه ائمه همینه که مراد از الا ما ملکت ایمانکم چی هست؟ زنی که اسیر شده و شوهر دارد. کتاب الله علیکم، این کتاب الهی هست، یعنی حکم و دستور خدا است بر شما درباره همه محرمات که باید اینها را حرام بدانید. و احل لکم ما وراء ذالکم، غیر از این زنها شما زن دیگه بگیرید برای شما حلال است، اما با چند شرط. شرط ها را توجه بکن. اولی شرط ما وراء ذالکم، زن از محرمات نباشد، نه از محرمات نسبیه باشد، نه از محرمات سببیه باشد، نه از محرمات رضاعیه باشد. خب پس بغیر از این برای شما حلال است. اولین شرط پس این بود که زن چی نباشد؟ زن عرض کنم خدمت شما که از محرمات از محارم نباشد. دوم ان تبتغوا باموالکم، اینکه بطلبید او را با اموالتون، یعنی مهر بدهید با مهر، و اگر مهر را تعیین نکنید هم خود به خود مهر لازم میشه. سوم محسنین غیر مصافحین، هدفتون چی باشد؟ احسان باشد. هدفتون احسان باشد، پاک دامنی. غیر مصافحین، نه شهوت رانی، هدفتون شهوت رانی نباشد. اینجا من مطلبی خدمت شما عرض میکنم که دوباره نیاز نباشد جای دیگه بحث بکنم. اون در رابطه با نکاح متعه هست، صیغه هست که ما معتقدیم از چندین آیه قرآن مجید و چندین حدیث صیغه حرام است و نکاح موقت متعه که ما همه را یکی میدونیم فرقی ندارند حرام است. اینجا خدای عزوجل اول وجه استنباط از این آیه را میگم. اینجا خدای تعالی چه فرموده؟ محسنین غیر مصافحین. شرط سوم اینه که شما که زنی را عقد میکنید هدفتون چی باشد؟ خانداری باشد. احسان همون تأهل است، میخواید زندگی بکنید، خانواده تشکیل بدهید. غیر مصافحین، نه شهوت رانی. شهوت رانی چیه؟ اینه که مالی میدهی و بلا تشبیه بلا نسبت ازش استفاده جنسی میکنی، این هست شهوت رانی. دو صورته، یکی این که بلا نسبت انسان با کسی قرارداد میبندد برای زنا. یه صورت دیگه این هست که پول میده تعیین میکنه یه وقتی، یک شب، دو شب، سه شب، کمتر بیشتر، ساعت. پس هدفش چیه؟ هدفش تشکیل خانواده است، هدفش تأهل است، هدفش عفت است؟ نه، هدفش چی هست؟ صب الماء، ارضاء شهوت. پس غیر مصافحین همینه. الله گفته که هدفتون شهوت رانی نباشه. ببینید استدلال علامه آلوسی رحمه الله را، فیه اشارتون، در این آیه اشارت هست الى النهی عن کون القصد مجرد قضاء الشهوت، به این که قصد انسان فقط شهوت باشد. کسی که زنی میگیرد فقط همخوابی هدف نیست. هدف اینه که خانواده تشکیل بدم، هدف اینه که فرزند و اولاد داشته باشم، هدفش اینه که محفوظ باشم، هدفش اینه که زندگی راحتی باشه، از نظر لباس، از نظر غذا، از نظر تمام زندگی، هر چی که در یک زندگی لازم هست
تنها بلا تشبیه هم خوابی نیست، اون یک بخشی هست. پس ببینید احسان همونه، تأهل، خانداری، هر تو تعبیری که بکنیم. غیر مصافین هدف چیه؟ فقط شهوته. میگه اشارة الى ان النهی عن کون القصد مجرد قضاء الشهوات. از این باز میداره که یه وقتی قصدتون فقط شهوت نباشد، و صب الماء و ریختن آب و استفراغ اوعیه المنی و خالی کردن ظرف منی. صراحت میگم تا بفهمید، میخواد خودش را تخلیه کند، میخواد ارضاء شهوت بکند. این هدف میگه نباشه. قرآن داره از این من میکنه. فبطلت المتعة بهذا القید، با این قید متعه باطل شد، غیر مصافحین. لأن مقصود المتمتع ليس الا ذاك. اونی که متعه میکند، اونی که صیغه میکند، هدفش غیر از این نیست. اون میره احساس میکنه که نیاز دارد به ارضا، نیاز داره خودش را تخلیه کند، لذا با کسی قرارداد میبندد، اسمش را میذاریم عقد. یک شب، دو شب، یک ماه، بیشتر کمتر. این درست نیست. خب این که شما بگید که در ابتدا بوده، در احادیث، از احادیث ثابته، من فقط خدمت شما عرض کنم که این نیست که در ابتدا اسلام آمد مشروعش کرد. این نکته را شاید جای دیگه نشنیدید، خوب توجه کنید. این نیست که اسلام مشروعش کرد و بعد اسلام ممنوعش کرد. نه، یکی از رسومات جاهلیت بوده که از ابتدا بوده، بعدا اسلام جلوش را گرفت. ببین از این عرض کنم که زاویه روی صیغه بحث کنید بهتر متوجه میشید. حرمت این من تشبیه میدم به حرمت شراب. می ابتدا بوده، بله بوده، اما اسلام آمد و شراب را بگیم حلال کرد؟ نه، از زمان جاهلیت بود. اسلام آمد چیکار کرد؟ تدریجا رفته رفته حرامش کرد. پس متعه هم یکی از رسومات بود، یکی از صورتها بود که از زمان جاهلیت بود. یکی از دانشمندان کتابی نوشته که از قدیم بود، در ادیان دیگه هم بود، در یهودیت بود، در مسیحیت بود، در میان مشرکین بود. اینجا که اسلام آمد نه تنها متعه، چندین نوع دیگر از صورتهای نکاح بود. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میفرماید 4 صورت نکاح بود. همه صورتهای نکاح وجود داشت. نکاحهای جاهلیت هیچ عیبی هم نبود در زمان جاهلیت. یکی از صورتها مثلا این بلا نسبت، یه زنی با 10 تا مرد میخوابید. بعد از اون وقتی که حامله میشد خودش میگفت که این شکم، این حمل از فلان مرد، دیگه عقدش با اون میشد، 9 تا دیگه برن کنار. اینطور بود. اینها صورتهای جاهلیته، اینم بود. ولی اسلام آمد همه اینها را چیکار کرد؟ منسوخ کرد. نکاح موقت، متعه، صیغه هم از اون مواردی هست که اسلام آمد و چیکار کرد؟ ممنوعش کرد. اینم مثل شراب بود، اسلام آمد ممنوعش کرد. پس نمیشه بگیم که در اسلام مشروع بوده، نه خیر، از صورتهای جاهلیت بوده و اسلام کم کم یه بار اعلام شد در خیبر، یه بار دیگه اعلام شد در فتح بعد از مکه در حنین. بعضی ها هنوز متوجه نشدن. در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه
اعلام شد، چون که همه این چیزی نبود که همه مردم گرفتار بشند. این نکته را هم خدمت شما عرض کنم، متعه در همون زمان که بود اشراف انجام نمیدادند، خانواده ها و انسان های با شخصیت انجام نمیدادند، جمع اندکی از مردم انجام میدادند. اون هم در حذر انجام نمیدادند، وقتی که میرفتن ضرورت پیش می آمد انجام میدادند، هم هر کس نه. لذا چون عموم مردم مبتلا نبودند، عموم مردم گرفتار نبودند، حرمت اعلام شد، ولی همه متوجه نشدند. باز اعلام شد در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، بعضی اطلاع نداشتن، گفتن نه حرمت نشده. همه صحابه اجماع کردن نه حرمت اعلام شده، ما همه گواهیم، شاهدیم. بعد از اینکه اجماع شد همه گواهی دادند، سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اعلام کرد هر کس از این به بعد مرتکب بشه من ضرب شلاقش میزنم. نه اینکه عمر حرامش کرد. ببینید علاوه از این آیه شریفه و علاوه از آیه‌ای که در سوره مؤمنون میخوانید، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، که اونجا بعضی از صورتها و فرقهای بین متعه و نکاح مشروع را خدمت شما عرض میکنم. اینجا یکی دوتا از روایت ها میخوانم که در بخاری و مسلم است. عن علی ابن ابی طالب، سیدنا علی کرم الله وجهه راوی هست، ان النبی صلی الله علیه و سلم نهى عن متعة النساء و عن لحوم الحمر الاهلیه زمن خیبر، در زمان خیبر. و دومین راوی سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما هست که خوشبختانه هر دو راوی از اهل بیت هستند، هم علی ابن عم رسول الله هست، هم ابن عباس ابن عم رسول الله هست، هر دو اهل بیتند. قال انما كانت المتعة في اول الاسلام، اول اسلام بود، نه اینکه عرض کردم اسلام مشروعش بکنه، از زمان جاهلیت باقی مانده بود. حتی اذا نزلت الآیه الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، آیه سوره مبارکه مؤمنون، قال ابن عباس فكل فرج سواهما حرام. از این آیه معلوم میشه که هر فرجی و هر زنی بغیر از این دو صورت نکاح دائم و بغیر از صورت کنیز، همه اینها حرام هستند. بنابراین متعه یکی از رسومات اعراب جاهلیت بود که در ابتدای اسلام و در صدر اسلام هنوز حکمش صادر نشد، بعداً همونطور که بسیاری از احکام بعداً صادر شد، حکم حرمتش صادر شد. لذا این آیه هم صریح است، و احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. شرط سوم چی بود؟ که شما مال بدید محسنین، هدفتون تأهل باشد، پاکدامنی باشد، خانداری باشد، غیر مصافحین، نه شهوت رانی، نه سب ما، نه تخلیه اوعیت منی. فما استمتعتم منهن فآتوهن اجورهن فریضه. الله می فرماید آنچه که از این زنها شما بهره میگیرید، منظور از بهره استفاده جنسی هست، همخوابی هست، چون با همخوابی شدن مهر چی میشه؟ کامل میشه. فآتوهن اجورهن فریضه، مهرشون را بدهید به عنوان یک فریضه لازم میشه. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه. خب آیا بعد از همخوابی کامل شد، اگر انسان کامل نده، کم بده، هیچ نده، با هم دیگه توافق بکنند، اشکالی نداره.
وقتی که با هم دیگه تراضی باشد. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه، در آن مسائلی که با هم دیگه تراضی داشتند و با هم دیگه رضایت داشتن بعد از فریضه، بعد از اینکه کامل شد، بگه همه را نمیخوام، نصفش را بده، یک سومش را بده. ان الله کان علیما حکیما، الله که این احکام را برای شما دستور میده علیم هست، از روی علم همه چیز را میدوند و این دستورات خدا مملو از حکمته، چون ذات دستور دهنده حکیم است. تو این دستورات حکمت ها نهفته است. و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ایمانکم من فتياتكم المؤمنات. از احکام رعیت 13مین حکمه. الله تعالی می فرماید هر کسی از شما توانایی نداشت، طولا مفعول مطلق لم یستطع هست من غیر لفظه، ای من لم یستطع منکم استطاعتا، هر کسی توانایی نداشت ان ینکح المحصنات المؤمنات، اینکه عقد کند زن پاک دامنی را، زن مؤمنی را، پس اون وقت عقد کند فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، از اون کنیزک های شما، ما ملکت ایمانکم، اونهایی که مالک گردن هایشون هستید، از کنیزک های مؤمنه از اونها عقد کند. امام شافعی رحمه الله از مفهوم مخالف استنباط کرده که هر کسی توانایی داشت اجازه دارد، توانایی نداشت اجازه دارد، اما اگر توانایی داشت که زن حره بگیرد اجازه ندارد. اما از آن جایی که جز اصول احناف از امام ابو حنیفه معتقد است مفهوم مخالف هیچ جای اعتبار نداره و الا بسیاری جا مفهوم مخالف کار دست آدم میده و مفهوم مخالف عرض کنم که دلیل شرعی نیست. از و احل لكم ما وراء ذلكم یا و انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، از این آیات که بر عمومات دلالت کنند امام ابو حنیفه استدلال میگیرد که این قید درست نیست که استطاعت اگر بود عقد نکنید. البته صلاح نیست. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه بچه‌ای که از این کنیزک متولد میشه این بچه مال شماست اما مال شما نیست. چرا؟ چون که رقبه این بچه مال آقای اون کنیز میشه، مال ارباب اون کنیز میشه، این بچه برده به دنیا می آید. از این جهت طول را الله تعالی شرط قرار داده و الا چنان قیدی که ما بگیم اگر طول بود نکاح جایز نیست بر عدم جواز نمیشه استنباط کرد، چون که بقیه عمومات آیات دیگه هست. والله اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، الله تعالی بهتر میداند ایمان شما را، یعنی تعهد ایمانی شما را. بعضکم من بعض، بعضی از هم دیگه هستید، یعنی همه شما انسان ها از هم هستید. لذا الله عزوجل اون چی که صلاح شماست، اون چی که برای شما مفیده، اون دستور و اون اجازه رو میده. این بعضکم من بعض حکمت تمام این محرمات است. ببین بعضی از محرمات نسبیه بودند، بعضی ها سببیه بودند، بعضی ها چی بودند؟ رضاعیه بودند. الله بهتر میدوند بعضکم من بعض هستید، لذا اون جایی که برای شما حرام قرار میده نروید، اون جایی که برای شما حلال قرار میده اجازه دارید. فانکحوهن باذن اهلهن و آتوهن اجورهن، لذا الله می فرماید آنها را نکاح کنید به اذن اهلهن، به اذن اهل آنها کنیزها را، و آتوهن اجورهن بالمعروف، به آنها اجورشان را بدهید به معروف. اما اونجا هم این قید هست در باب کنیز هم، محصنات
غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. آنها هم هدفشان احسان باشد، خانداری، پاک دامنی، عفت، تأهل. غیر محسنات مصافحات، بغیر از اینکه هدف شهوترانی باشد، ولا متخذات اخدان، و همچنین دوستی های مخفیانه هم نباشد، روابط مخفیانه که متاسفانه در عصر حاضر این متخذات اخدان از طریق این شبکه های مجازی زیاد هست. الله عزوجل همه این صورت ها را ممنوع قرار داده. فاذا احصن فان اتین بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. این کنیزک بعد از اینکه محصن شد، احسان عرض کردم پاک دامنی یا تأهل، اینجا به معنی تأهل است. خب اگر این مرتکب گناهی شد، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، بر آنان هست نصف آنچه که بر محصنات، اینجا به معنی حره هست، زنهای حره هست، از عذاب، از حد الهی. ببینید در باب حد الهی اگر ضرب شلاق باشد که قبل از تأهل است، اگر به زن بلا تشبیه فاسده، زانیه، حره 100 ضرب شلاق میزنند، به کنیزک چند تا میزنند؟ 50 تا. اما اگر تأهل باشد، در تأهل زنی که حره باشد در صورت تأهل رجمش میکنن، سنگسارش میکنن. کنیز را چی؟ کنیز که رجم نصف نمیشه. اینجا عرض کنم تجزی را نمیپذیرد این حد. اگر ضرب شلاق بود تجزی را میپذیرفت، نصف بودن را میپذیرفت. اینجا فقها گفتند که پس بر این کنیز رجم نیست. رجم نیست چیه؟ تعزیر است. هر چی که حاکم مصلحت میدوند اون را بر او چی بکند؟ اجرا بکند. نصف ما علی المحصنات من العذاب ذلك لمن خشی العنت منکم و ان تصبروا خیر لكم. خب این حکم 13م. ببین از اینجا هم معلوم میشه که اون چی که ابو حنیفه رحمه الله میفرماید درست هست که در صورتی که شما میتوانید و صبر کنید باز هم برای شما بهتر است. ذالک لمن خشی العنت، اجازه نکاح کنیز برای کسی هست که میترسد از عنت. عنت معنی لفظیش در مشقت افتادن، در زحمت افتادن. مراد اینجا زنا است. عن ابن عباس هو الزنا لانه سبب الهلاك. عنت بمعنی هلاکت، مشقت، رنج. زنا سبب رنج میشه. پس این برای کسی است که میترسد از بی‌عفتی، لذا بره کنیز بگیره. اما و ان تصبروا خیر لكم، اگر صبر کنی با وجود غلبه شهوت بهتر است. چون که عرض کردم بچه رق میشه. والله غفور رحیم، خداوند عزوجل بخشاینده و مهربان است. الله عزوجل همه گناهان گذشته شما را میبخشد به شرط توبه، و نه تنها این که میبخشد بلکه بر شما لطف و مهربانی هم میکند. صدق الله العظیم.